بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستید همیشه شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت در خدمت کارشناس برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. من خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و امیدوار هستم که الله متعال آنگونه که مورد رضایت خودش هست به ما توفیق بدهد که زندگانی خودمان را انشاءالله به سر ببریم. سلام باشین. جزاکم الله خیر. طبق روال معمول از سوالهای SMS بینندگان سوالها و پرسش‌های بینندگان را آغاز می‌کنیم. بیننده از شهر باهه پرسیدن که شخصی خانمش را در یک مجلس 3 طلاق داده است و این 3 طلاق را در 7 مجلس در یک طهر 3 طلاق داده است و این 3 طلاق را در 7 مجلس نیز تکرار کرده است. در خلال 5 ماه با هم ارتباط تلفنی هم داشتند و بعد از گذشت این 5 ماه زن دوباره بازگشته است به شوهر. این کار چه حکمی دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اصل طلاق مسنون در مورد واقع گردانیدن طلاق این است که شوهر زنش را طلاق بدهد، منتها این آخرین فیصله هست، آخرین راهکار هست در صورتی که زندگی تبدیل به جهنم شده باشد و نمیتوانند زن و شوهر چنین زندگی رو تحمل بکنند. الله متعال راه چاره خلاصی و نجات از این زندگانی رو طلاق قرار داده و طلاق به دست مرد هست، زیرا که حکمت بیشتری دارد، قدرت بیشتری دارد. در مقابل طلاق تبعات مالی مترتب می شود بر شوهر، بدین خاطر با حکمت بیشتری و با دوراندیشی در واقع از حق طلاق خودش معمولا استفاده می کند. و روش طلاق سنی یعنی طلاقی که سنت هست و طبق دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و طبق شریعت الهی هست، این است که شوهر در صورت نیاز زنش را 1 طلاق بدهد در یک طهری که در آن طهر با زن نزدیکی نکرده باشد. فقط 1 طلاق در حالت پاکی بدهد که در آن پاکی با زنش هم بستری نکرده باشد. این گفته میشد طلاق سنی، طلاق سنی که در مقابلش طلاق بدعی هست. یعنی این طلاق بر اساس قوانین و شریعت اسلامی هست. از دیدگاه عموم فقهای اهل سنت و الجماعت 4 مذهب و بسیاری دیگر از فقها و مجتهدین مستقل نظرشون بر این است که 3 طلاق در یک مجلس همان 3 طلاق حساب می شود. عموم اهل سنت و الجماعت من جمله 4 مذهب اهل سنت و الجماعت نظرشون بر این است که 3 طلاق در یک مجلس یا 3 طلاق با یک لفظ همان 3 طلاق در واقع شمرده می شود و با انداختن 3 طلاق یک جا از دیدگاه جمهور اهل سنت و الجماعت زن و شوهر از همدیگر جدا می شوند و بینونه در واقع کبرا اینجا واقع می شود. یعنی این زن و شوهر از همدیگر به صورت کامل جدا هستند و نمی توانند دوباره به همدیگر بازگردند مگر این که زن با اختیار خودش برود با مرد دیگر ازدواج بکند و اتفاقا مرد دوم هم اون را طلاق داده باشد، در اون صورت می تواند با شوهر قبلی ازدواج بکند. ایشون گفتند که در یک طهر در چند جلسه در واقع 3 طلاق داده، در یک طهر در 3 جلسه. بحث پس بنابراین این نیست که در یک جلسه 3 طلاق داده باشد،
در یک جلسه 3 طلاق داده باشد یا این که با یک جمله 3 طلاق داده باشد. بحثی که ایشون مطرح کردن این گونه نیست. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه و ابن قیم و بسیاری دیگر از علمای معاصرین نظرشون است در صورتی که طلاق در یک مجلس باشد، 3 طلاق در یک مجلس، یعنی یک جای نشسته در یک مجلسی 3 طلاق را یعنی واقع می‌کند، یعنی تا 3 مرتبه زنش را طلاق می‌دهد. این صورت اول. صورت دومی که در یک مجلس با یک لفظ 3 طلاق را می‌دهد. عرض کردم قبلا که در هر دو صورت نزد جمهور علما هر 3 طلاق واقع می شود، اما شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه نظرشون بر این است که در این صورت 1 طلاق شمرده می شود، یعنی 3 طلاق با یک لفظ یا 3 طلاق در یک جلسه همان 1 طلاق در واقع نزد ابن تیمیه رحمت الله علیه شمرده می شود. اما صورت مسئله ایشون این است که در یک طهر در چندین جلسه 3 طلاق داده است و در این صورت از دیدگاه تمام علمای اهل سنت و جماعت، هم شیخ الاسلام ابن تیمیه و بقیه علما و همچنین مذاهب اربعه بالاتفاق وقتی که طلاق را در یک طهر و با در چندین جلسه داده که قطعا وقتی در چندین جلسه باشد یعنی با چندین جمله هست، در این صورت طلاق قطعا واقع شده، همون 3 طلاق و به هیچ عنوان این زن و شوهر نمیتونن با هم دیگر باز بگردن مگر اینکه ازدواج مجددی صورت بگیرد، یعنی اون ازدواج هم ازدواج سوری نباشد و ازدواج در واقع تحلیل نباشد، حلال کردن نباشد، بلکه با اراده خودش با یک مرد دیگر ازدواج بکند و اتفاقا اون مرد یا اینکه از دنیا برود یا دوباره طلاقش بدهد، در اون صورت میتواند که با شوهر قبلیش ازدواج بکند و در غیر این صورت نمیتواند که به هم دیگر برگردند. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که میخواستم برسم که پدرم 1 سالی میشه که فوت کردن در اثر مریضی سرطان، در حالی که زیاد پیر نبودن، 45 سال بیشتر سن نداشتن. اما گفتن که وقتی که پدرشان زنده بوده و صحتمند بوده خیلی آدم خوبی نبودن و همیشه با مادرشان جنگ و دعوا داشتن، فحش و ناسزا و هر چی که فکر میکنید داشتن، ولی با این وجود چون که پدرشان بوده دوستشان داشتن و به خاطر مریضی سرطان پدرشان خیلی درد میکشیده به خاطر این مریضی. گفتن که آیا گناهان پدرم بخشیده می شود به خاطر این مریضی که داشته و من به عنوان یک فرزند گفتن که چه کاری میتونم برایشون بکنم که ثواب بهشون برسه؟ در مورد رفتار در خانواده و محیط زندگی زناشویی، هر دو طرف زن و شوهر و همچنین فرزندانی که در اون خانواده زندگی میکنند باید صدر داشته باشند، تحمل داشته باشند و خصوصا اگر این بد اخلاقی یا در واقع بی‌مهری و کم لطفی از جانب پدر باشد که قطعا حق بسیار بزرگی رو بر فرزندان و همچنین بر زن دارد و همچنین زن اون خانواده یعنی مادر حق زیادی رو بر شوهر دارد و همچنین بر فرزندان. بنابراین تمام افراد یک خانواده باید با همدیگر با دید یک دوست و جزوی از اعضای خانواده که مشکل اخلاقی دارد برخورد بکنند، نه با دید یک دشمن. و اگر پدر یا مادری حرف تندی رو زده باشند، حتی فحش و ناسزا گفته باشند و حتی این که دعای بد و نفرین کرده باشند، این متفاوت هست با این که یک دشمن به شما فحش بدهد، دشنام بدهد یا ناسزا بگوید. قطعا عملکرد پدر و مادر بنابر یک مصلحتی هست، شاید فکر کردند که مصلحتی در این نهفته به خاطر دلسوزی هست یا به هر صورت، ولی اینکه دلسوزی نباشد به خاطر دشمنی در واقع نیست. و این که پدر و مادری اخلاقشون تند باشد و کم لطف باشند، این به هیچ عنوان به این معنی نیست که حقشون بر فرزندانشون یا بر بقیه اعضای خانواده در واقع ساقط است. در این زمینه همه باید همدیگر رو تحمل بکنند و اشکالاتی که در اخلاقشون وجود داره و این موارد رو تحمل بکنند. قطعا اینها جزء اعمال نیک شما در روز قیامت شمرده میشوند. یعنی این که شما در مقابل حرف تند پدرتان یا برخورد تند پدرتان نرم باشید، خیلی با آرامش رفتار بکنید، با مهربانی رفتار بکنید، مقابله به مثل نکنید، این یک احترام هست و یک کار نیک هست و قطعا در روز قیامت ثواب این عمل رو شما انشاءالله خواهید دید. و نکته دیگری که در این زمینه بسیار حائز اهمیت هست، هر برخوردی را که شما امروز با پدرتون داشته باشید مطمئن باشید که فردا فرزندان شما با شما همین برخورد را خواهند داشت.
و این با تجربه ثابت شده. کسانی که با پدرانشون بدرفتاری کردند، داستانهایی از معاصر و گذشته بسیار زیاد هست در این زمینه که الله متعال در همین دنیا قبل از آخرت آنها را به سزای اعمالشون رسانده. پس بنابراین شما خودتون را الان به جای پدرتون بگذارید. الان که پدرتون تندخو هست و هر کسانی که ایشون گفتند که فوت کرده، کسانی که پدر و مادرشون تندخو هستند یا احیانا لعن و نفرین میکنند، شما خودتان را به جای پدر قرار بدهید. اگر شما به جای ایشان بودید، چه انتظاری از فرزند خودتون را داشتید؟ مطمئن باشید هر گونه که شما با پدرتون برخورد بکنید، رفتار بکنید، در فردا و در زمانی که فرزندان شما بزرگ بشوند همین برخورد را با شما خواهند داشت. و نکته دوم این که بله، در روایات متعددی آمده از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده که درد و رنج و غم و اندوهی که یک فرد مسلمان در این دنیا متحمل آن می شود، اینها تمام کفاره گناهان هستند. یکی از کفارات گناهان یا مکفرات گناهان که سبب می شود گناهان انسان مسلمان پاک بگردد، مصیبت ها و درد و بلاهایی هست که در دنیا انسان مسلمان به آن گرفتار می شود. چه بسا انسان خودش اهل توبه نباشد، توبه نکرده باشد، یا در فکر توبه نباشد، یا توبه‌ای که انجام داده در سطح گناهی نیست که انجام داده، توبه خیلی جزئی هست، چه بسا از برخی گناهانش توبه کرده، گناهان دیگری هست. الله متعال می‌خواهد که این انسان در روز قیامت، زمانی که از دنیا منتقل می‌شود به جهان آخرت، تمام گناهان در واقع حساب بشوند و کفاره شده باشند. بدین خاطر هست که الله متعال در واقع مؤمن رو در دنیا دچار گرفتاری و دچار بیماری و نقص در مال و نفس و در واقع محصولات کشاورزی می کند و تمام این موارد جزء اعمال نیک شمرده می شوند و جزء مکفرات هستند و قطعا پدر شما هم از این قاعده مستثنا نیست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماند که هر دردی، غمی و رنجی، حتی یک اندوه کمی که به مسلمان می رسد، این رو الله متعال در واقع به کفاره گناهانش قرار میدهد. یا بنابر روایت ابن عمر رضی الله تعالی عنه، حتی در موردی که یک خاری به پای انسان فرو میرود، باز همین در واقع به اندازه این اذیت و آزاری که دیده، به اندازه دردی کشیده، این کفاره گناهان یک انسان مسلمان خواهد شد. مورد دیگر که در واقع ناامیدی از رحمت الله یا گفتن کفر، در چنین حالتها اینو نمیتونیم حمل بر کفر بکنیم. اگر یک انسانی در حالتی که سالم هست، اختیارش در دست خودش هست و تحت فشار نیست، کلمه کفری رو بر زبان آورده باشد، این کفر محسوب می شود. اما اگر کسی در تحت تاثیر درد بسیار زیادی یا بر اثر ناآگاهی در واقع مسئله کفری رو بر زبان آورده باشه، یک جمله رو که کفر آمیز از بر زبان آورده باشه، این به هیچ عنوان به معنی کافر بودن اون شخص در واقع نیست. و ما امیدوار هستیم که الله متعال پدر شما و تمامی عزیزانی رو که از دنیا رفتن همه رو انشاءالله مغفرت بفرماید و درد و بلایی را و مصیبت هایی را که انسان مسلمان در دنیا تحمل می کند، انشاءالله که الله متعال در روز قیامت بزرگترین پاداش رو خواهد داد و کفاره گناهان خواهد بود. اما شما به عنوان فرزندی که پدرش از دنیا رفته، چه کاری می توانید برای پدرتون انجام بدید؟ دقیقاً همون خدمتی را که شما در زندگانی پدر و مادرتون می توانستید انجام بدهید، بعد از وفات هم می توانید. یعنی احسان و نیکوکاری به پدر و مادر و نیکی رساندن به پدر و مادر همان گونه که در حیاتشون میسر هست، بعد از وفاتشون هم میسر هست. گرچه گونه ها متفاوت هست، احترام متفاوت هست. بعد از مرگ شما می توانید که برای پدر و مادرتون دعا بکنید. این بزرگترین خدمت هست و بزرگترین احسان و بزرگترین ایصال ثواب به پدر و مادر هست. این که شما در هر وقتی که نماز میخوانید دعا بکنید برای پدر و مادرتون که پروردگارا، همین دعای خیلی ساده، پروردگار و پدر و مادر مرا معاف بفرما. بالا اینکه دعای دیگری هم بلد نباشید، به همین اندازه دعا بکنید که پروردگارا گناهان پدر مرا بیامرز. الله متعال بار الله در روز قیامت پدر مرا جایگاه بلندی نصیب بفرما و از گناهان اون درگذر، او را از جهنم نجات بده و به بهشت برسان. اینو از این گونه دعاها که برای پدر و مادرتون انجام بدهید، قطعا این در نامه اعمال پدر و مادر شما ثبت می شود.
و این موردی هست که صراحتا در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده که ایشان فرمودند که اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. زمانی که بنی آدم از دنیا می روند اعمالش منقطع می شوند، یعنی در نام اعمال خیرش چیزی اضافه نمی شود مگر در 3 مورد. یکی از این 3 مورد او ولد صالح یدعو له، فرزند نیکوکاری که برای پدر و مادرش دعا بکند. این دعا برای پدر و مادر در واقع جزء اعمال خیر اون پدر شمرده می شود و یک صدقه جاریه شمرده می شود برای اون پدر. و نکته دیگری که در این زمینه بسیار مهم هست این است که خود انسان باید پایبند باشد. خود نیکوکار بودن فرزند، مقید بودن فرزند، ملتزم بودن فرزند به تعالیم اسلامی و اهل نماز و روزه و زکات و حج بودن، خود به خود این ولو این که حتی برای پدرش دعا نکند این تأثیر دارد برای پدر و مادر و جزء حسناتی هست که در واقع پدر و مادر هم از آن محروم نمیشوند. امیدوار هستم که الله متعال تمامی رفتگان مسلمانان را مورد رحمت خودشون قرار بدهد. جزاکم الله خیر. از اینجا از اتاق فرمان نیز خواهش میکنم که شما تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و بینندگان نیز که قصد دارن تماس بگیرن لطف کنن از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنن و سوالای شرعیشون را آماده داشته باشن و بعد تماس بگیرن. جناب مولانا بیننده از سربستان این عبدالظاهر که الان گفتن در سربستان هستن سوال کردن که حکم دعای دست جمعی بعد از نمازهای سنت آخر چیست؟ در این هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد که دعا یک نوع عبادت هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الدعاء هو العباده، دعا همان عبادت هست و در آیات و روایات متعددی این مطلب بیان شده که دعا یکی از عبادات هست و عبادت را ما باید آنگونه انجام بدهیم که الله متعال از ما خواسته و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما اون را تدوین کرده. هیچ انسان مسلمانی ولو اینکه یک امام باشد، مجتهد باشد، عالم باشد، صوفی و درویش باشد، هیچ کسی اجازه ندارد که در کیفیت تشریع و در کیفیت اعمال شرعی دخل و تصرفی را داشته باشد. تمامی عبادات هم زمانشون، هم مکانشون و هم کیفیتشون و کمیتشون در واقع توقیفی هست از جانب الله متعال بیان شده و تعیین شده و ما حق نداریم که در این زمینه در عباداتی که مکان مشخصی رو دارند یا کیفیت مشخصی رو دارند ما بیاییم برخلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تغییری ایجاد بکنیم و بدعت و نوآوری رو در دین در واقع داشته باشیم. در مورد دعا در هر حال جایز هست، یکی از عباداتی هست که در هر حال برای شما جایز هست که دعا بکنید، اما با همون کیفیتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا می‌کردند. شما اجازه ندارید که برای دعا یک کیفیت خاصی رو یا زمان خاصی رو مشخص بکنید و مقید باشید. دعای به صورت دست جمعی بعد از نمازهای فرض از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست، با اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم روزانه 5 مرتبه در مسجد نماز با جماعت رو می‌خوندند. حتی یک مرتبه هم ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت دست جمعی دعا بکنند، یعنی این که ایشون دستها رو بلند بکنند دعا بکنند صحابه آمین بگویند بعد از نمازهای فرض، چون این چیزی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم مطلقاً ثابت نشده و التزام به این امر یک نوع بدعت و نوآوری در دین شمرده می شود و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار، هر بدعت و نوآوری در دین یک نوع گمراهی هست و هر گمراهی هم عاقبتش آتش جهنم هست. پس بنابراین اگر کسی خواست دعا بکند به صورت انفرادی هیچ گونه اشکالی ندارد، بلکه برعکس یکی از جاهای اجابت دعا هست بعد از عبادات، اما به صورت این که لازم بدونند که حتما بعد از نمازهای فرض امام دعا بکند مقتدی ها آمین بکنند، چون این چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. جایز هست برای یک امام که برای آموزش دادن مردم روش دعا را بیان بکند یا چند روزی دعا بکند تا اینکه مردم دعا را یاد بگیرند، صیغه ها و الفاظ دعا را یاد بگیرند، اما این که دعا کردن دست جمعی بعد از نماز را جزوی از نماز قرار بدهند، اون را همیشه لازم بدونند که اصلا ترک نکنند و اگر ترک بشود مقتدی ها در واقع ناراحت بشوند که امروز دعا نکرد و ثواب نماز ما چی میشود. اگر این گونه باشد این یک نوع بدعت و ضلالت هست و پرهیز کردن از این مورد لازمی و واجب هست. جزاکم الله خیر. تماس های بینندگان عزیز وصل است و باز دوباره تکرار میکنم بینندگان عزیز شماره ها زیرنویس هست، میتونید تماس بگیرین و سوال شرعیتون آماده داشته باشین بعد تماس بگیرین.
بیننده اول رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شماست. سلام جداگانه خدمت مولانا صاحب عبدالقدوس دیقان محترم. صدای شما پایینه بیننده گرامی، ما صداتو نداریم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. استاد محترم چند تا سوال داشتم خدمت. بفرمایید. سوال اولتون. سوال اولی که شخصی که در زمان حیات والدینش به هر دلیلی که ناآگاهی که از حقوق والدین از نظر شریعت اسلام مرتکب گناهی شده باشد، بعد از اینکه پدرش از دنیا رفته باشه یا مادرش، آیا گناهی به گردن این آدم است؟ چون که بعد از وفات پدر و مادر شخص آگاهی پیدا کرده باشد از حقوق والدین، باز توبه کرده باشد، یعنی گناهی به گردن ایشان هست یا نه؟ و سوال دومی که ما در آداب تلاوت قرآن میخوانیم که کتاب آداب تلاوت قرآن، قرآن کریم باید همیشه با وضو تلاوت شود، اما اگر کسی که همیشه سر کار با قرآن داره، روزانه 7 ساعت 5 ساعت 6 ساعت، یعنی همیشه اگر نتواند وضو بکنه چی کار باید بکنه؟ و سوال سومی که کسی در خانه اگر بخواهد جماعت بکنه، مثلا 20 دقیقه 15 دقیقه بعد از آذان وقت، اگر بازم آذان باید بگوید یا بدون آذان فقط هم قامه بگوین و جماعت بکنن، یعنی 15 20 دقیقه بعد از آذان دخول وقت آذان. همین سوالای سوال دیگه ندارین؟ نه تشکر. سلامت باشید. تشکر میکنم شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما سوال هستیم. داشتم از تاجیکستان، از عبدالله. بفرمایید آقا عبدالله، در خدمت شما هستیم. استاد، سوال یکم، من بسیار خواباله هستم، در نماز آخری شب میخوام خسته نماز خونه نمیتوانم، بسیار خواباله هستم، مرا خواب میدهد و این حساب چی است؟ اگر میدونید. سوال دیگم، ابو علی ابن سینا رو مولای تاجیکستان بسیار تعریف میکنن، در 7 سالگیش قاری قرآن بود، خلاصه تعریف میکنه این مسلمان بود و عالم دین بود، در بارش میگوید. و سوال سوم، برای پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که برای یک زن، برای 4 زن یک مرد رو عذاب داده میشود، مثلا زنش رو، خواهر و اپاش مادرش رو. اگر ما نصیحت میکنیم زن خود رو، خواهر مادر خود رو نصیحت میکنیم، مثلا حجاب کنید، فیلم های مفتضل تماشا نکنید، موسیقی گوش نکنید، باز هم گوش میکنن، نگاه میکنن، در این باره هم باز هم گناهگار میشیم. درست. سوالی هم هست؟ سوال دیگر استاد، قرآن خواندن، پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که روز قیامت قاری قرآن رو میگوید که بخوان قرآن مثل که در دنیا میخوندی تا آخرین سوره که سوره ناس تا آخرش به درجه بالا میرود. این مخصوص قاریان قرآن است یا اینکه هر یک شخصی که قرآن میخوند این چه سوره دوباره بازین؟ یک جزء حفظ میداند. سوره کفر؟ اخیرا سوالم استاد، شما گفتید که بعد از نماز کردن، استاد بزرگوار گفتن که بعد از نماز دعا کردن در سجده بدعت است. در تاجیکستان، در همه تاجیکستان ما بعد از نماز 3 دعا میکنن. اگر ما خسته رویم، من ندارم بدعت است، بعد دیدم بد میکنم این عمل رو. اگر خسته رویم میگن که سلافی است، مثلا فتنه ایجاد میشود، حتی تا جای میرود که ما رو محکم کنم برده این دیگه گروه از گفته. ما علاج نداریم، بسیار بدعت ها میدن بدعت بعد نبینیم، اما از اون بدعت خسته نمیتونیم. درست. بسیار سنت های هست که اگر سنت ها رو انجام دیم، با انجام دادن این سنت ها میگوید این دیگه گروه هست، این اکجا پیدا مثلا این نظر ما نبود این قصر. درست. بسیار سنت ها رو مردم نمیدونن. در این گروه اگر اگان کمتر مفصلتر گرد میزنه استادی بزرگوار. درست. انشاءالله. سلامت باشین. سلامت باشین. تشکر میکنم آقا عبدالله. تماس بعدی بیننده رو بس کنید.
سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شماست. عبیدالله هستم از افغانستان تماس گرفتم. بفرمایید آقا عبیدالله. من یک سوال دارم. بفرمایید. سوالتون؟ تقریبا سوال بسیار طولانی است. در ایول برنامه‌تون روان کردیم به نام عبیدالله راسخ. اگر لطف کنین مولانا سے محترم چون بسیار ضروری است برای این سوالم اگر جواب بده. یعنی سوالشون دارین شما؟ انشالله. انشالله سلام علیکم. پاسخ داده میشه. عبیدالله راسخ درست. gmail.com. سوالتون این نزد مولانا هست، انشالله پاسخ رو دریافت میکنید. تماس بعدی برنده رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت علیکم شما السلام و جناب رحمت الله و استاد برکاته. بزرگوار. یک چند سوال داشتم از جناب استاد بزرگوار. بفرمایید. سوال اولتون؟ سوال اول میسته که در اطراف که می قربانی را پیش از نماز دید که ذبح کنه، آیا قربانیش میشه یا نه؟ سوال بعدی؟ دومی میسته که کسی که به خاطر قربانی کردن یک کس وکیل میگیره، آیا این میشه یا نه؟ سوال بعدی؟ و سوال بعدی ایسته که کسی که البته یک کسش میمونه و صبر کردن نمیتونه، آیا خداوند او را ثواب میده یا نه؟ دوباره بپرسین؟ دیگه از جناب تو نه همین سوال دوباره تکرار کنین. وقتی کسی خود از دست میده و در صبر کردن نمیتونه، البته آیا او خداوند بر ازم ثواب میده یا نه؟ درست. سوال دیگه دارین؟ دیگه از استاد بزرگوار خواهش میکنم بر ما دعا کنن. تشکر از برنامه زیبایتان. وقتتان خوش. خدا حافظ. سلامت باشین. تشکر میکنیم از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. استاد عزیز ما یک دو سوال داشتیم. بفرمایید. سوالتون؟ میگویند که خوره قرآن حکم قرآن را دارد. امروز ما میخواستیم بفهمیم و یک سوال دیگر، زن میتواند که همراه زنها مثلا امامتی کنه در نماز؟ سوال دیگه دارین؟ و باز بله باید با یک سوال دیگر، یک برنامه استاد گوش کردیم، یک کلمه برای ما نفهم شد. معنای کلمه بدا چی معنی دارد؟ بدا. و باز بله سوال اخیرین ما، مثلا از پشت آدمای زیناکار یا عرقر نماز خوندن جایز است یا نه؟ درست. تشکر میکنم از شما. تشکر زیاد. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. تشکر میکنم بیننده گرامی. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. یکم بلندتر صحبت کنید چون صداتون خیلی پایینه. متوجه نمیشم بیننده گرامی. لطف کنید بلندتر صحبت کنید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. آقا میخواستم بپرسم که بفرمایید. نماز خطبه فرصت کی پیدا شده؟ نماز حاجت. خطبه فرصت کی پیدا شده؟ 20 سال قبل هم خطبه فرصت نبود اصلا. حالا خطبه فرصت یعنی سوالتون نماز حاجت کی؟ جان سوالتون چیه؟ سوالمون خطبه فرصت کی پیدا شده؟ خطبه حاجت. اگر خطبه فرصت درسته پس نماز چرا فرصت نمیخونن؟ نماز هم فرصت بخونن. یعنی خطبه حاجت به فارسی باشه؟ خدا مثلا فارسیه که مردم نمیدونن، عربی خدا عربیه.
بعضی معلوم نمیشه. منظورتون خطبه جمعه هست؟ خطبه جمعه رو میگید به حکمش به فارسی خوندن چیه؟ بله. بسیار خوب توضیح. خطبه جمعه. با نماز هم فارسی بخواه، نماز هم معنیش نمیدونن. همین توضیح بدید بی زحمت. ممنون متشکرم. سلامت باش. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. لطفا از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید. بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. چشم. از ما سوالی داشتیم. بفرمایید سوالتون. چی مادر زمان چی میگه؟ متوجه نشدم، دوباره بپرسین. مادر بزرگم من شیر پسرخالم شیر میده. مادر بزرگت پسر خالتون رو شیر داده؟ من شیر داده، بله شیر داده. والا صداتون داره قطع وصل میشه. اگر تلویزیون رو صداشو کم بکنید، فقط از طریق گوشی با ما صحبت بکنید، چون اینجوری داره صدا قاطی میشه، ما متوجه سوال نمیشیم. پسرخالم شیر داده بعد از 2 سال. شیر داده بعد. داشتین خواهر گرامی، صدا تلویزیون رو کم کنید. الان با گوشی تلفن دوباره سوال بپرسین، چون که من متوجه سوال نشدم. از اول پرسین. گوشی. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. ببخش آقا من دیدم بعد 2 سال بعد 7 دنیا والا ما متوجه سوال، یعنی صدا واضح نیست. اگه لطف کنید دوباره تماس بگیرین، چون که الان صدا واضح نیست. متوجه سوال نشدم یعنی. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیرنده بس کنیم. سلام علیکم، بفرمایید. الو. بفرمایید بیرنده گرامی. سلام، خسته نباشین. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. قربون شما. می‌خواستم یه سوالی مطرح کنم تو برنامه. بفرمایید سوالتون. الو. سوالم اینه که همین جایگاه صوفیه و خانقاه تو مذهب اهل سنت چیه؟ اینا فرقه برحقی هستن نیستن؟ کاراشون بدعت نیست؟ درست. سوال معمولا واضحه. تو مناطق طیبه تربتجام خیلی زیاد هستش این فرقه صوفیه. درست. می‌خواستم این از استاد بپرسم که بالاخره اینا چجوری ان، جایگاهشون چجوریه؟ اینا تو قیامت سوال واضحه اینا انشاءالله. مراسم میگیرن خوش شبای بدارم. جمعه و ممنونم اینو مطرح کنید. سلامت باشه. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیانده بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم، مریم هستم از ایران. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم، بفرمایید. سلام. و یه سلامی هم خدمت استاد توجیب، خسته نباشید. سلامت باشید. یه چند سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولتون. میخواستم حکم برداشت واسه تعبیر چیست و تا چند چون که میفرد دست. سال بعدی. سوال بعدی هم برداشتن کسی وسط که تعبیر. حکم برداشتن واسه تعبیر چیست؟ بله. سوال بعدی هم کسی که میشه زیر علمه کار کسی زمین نیست باشه، خب آیا موقعی که پای برنامه تلویزیون کنه یا برنامه که دیدی کسته باشن در آزویگ باشه این ثوابی میبره؟ ممنون، جزاک الله خیرا. سلامت باشین. خسته نباشید. سلامت باشین. تشکر میکنیم. آخرین تماس بیرنده رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستم. من یک سوال دارم. همین دختر که سطر میکنم مادرش میگه که سطر بگی، من راضی نیستم همین سوالی نداره جواب گردونه. دختری که دختری که حجاب نه سطر حجاب میبنده
اما مادرش میگه که سطحی جم نه که دیگی میگه مرا نمیتونم مال معدت تو در میگه از فرد دیگی میگه امیر بیاوش بکنم انشالله. تشکر میکنم. بله. تشکر میکنم بینندگانم. انشالله بعد از اینکه به این سوالها پاسخ داده شد دوباره سوالها رو تماسهای شما بینندگان رو میگیریم و دوباره به سوالاتون پاسخ میدیم. انشالله در اینجا با هم یک میان برنامه کوتاه میبینیم. دوباره باز خواهیم گشت در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. الورى طه حبيبي صلوا عليه بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه هو رحمة للعالمين وأجل كل المرسلين الصادق الوعد الأمين صلوا عليه صلوا على رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه يهفو لنا يا سعدنا يشتاق لقياه بنا أواه فاض حنيننا صلوا عليه على رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد أحلى الورى صلوا عليه بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه بمحمد قلبي أضاء يا رب فامنن باللقاء من حوضه أرجو ارتواء بين يديه صلوا عليه على رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد صلوا عليه بالمصطفى فلتنعموا بمدحه صلوا على رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد نور في الظلمات أنسي في خلواتي
يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، گروهی از شما گروهی دیگر را مسخره نکنند، چه بسا که آنان از اینان بهتر باشند. و نباید زنانی زنان دیگر را مسخره نمایند، چه بسا زنانی که مسخره می شوند از زنانی که مسخره می کنند بهتر باشند. و به عیب جویی از یکدیگر نپردازید و همدیگر را با لقب‌های زشت صدا نزنید. پس از ایمان آوردن فسق و بدکاری نام و رسم بدی است و کسانی که توبه نکنند ستمکارند. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالي جئت لكي مجددا خدمت شما بینندگان عزیز عرض سلام و خسته نباشید دارم. جناب مولانا بینندگان عزیز سوال زیادی پرسیدن و اولین بیننده در مورد قضیه عاق والدین سوال کردن، گفتن که اگر شخصی در زمان حیات والدین در حق آنها مرتکب گناهان و عاق شده باشد اما بعد از وفات آنها متوجه اشتباه شده باشد و توبه کرده باشد، آیا باز هم گناهی بر گردن او هست یا نه؟ قطعا الله متعال توبه پذیر هست اگر کسی ولی اینکه بعد از وفات پدر و مادر توبه کرده باشه از بی احترامی و بی حرمتی پدر و مادر و از نافرمانی پدر و مادر و بعد از وفاتشون برایشون دعا بکند. و قطعا اگر فرزندی بعد از وفات پدر و مادر برای پدر و مادر احسان بکند، دعا بکند، برایشون حج انجام بدهد، برایشون عمره انجام بدهد، برایشون صدقه بدهد، صدقه جاریه ایجاد بکند، یا حد اقلش این است که خودش صالح باشد و برای پدر و مادرش دعا بکند، قطعا الله متعال هم اون رو میبخشد و در روز قیامت پدر و مادر وقتی که ببینند این همه ثواب رو در واقع ایصال کرده و هدیه کرده به پدر و مادر، قطعا پدر و مادر هم از اون راضی میشوند و الله متعال هم اون را میبخشد. درست، جزاکم الله خیر. بیانه برای گفتن که در کتاب آداب تلاوت میخوانیم که قرآن باید با وضو تلاوت شود. اگر شخصی روزی 7-8 ساعت قرآن بخواند بازم باید با وضو باشد؟ در مورد تلاوت قرآن همون گونه که ایشون فرمودن این جز آداب تلاوت هست، جز واجبات تلاوت نیست.
و به اتفاق علما جایز هست تلاوت کردن قرآن بدون وضو. شما بدون وضو قرآن رو تلاوت بکنید، بدون اینکه قرآن رو در واقع دست بزنید، به اتفاق علما این جایز هست و هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. بهتر و اولاتر هست، مستحب هست که شما وضو داشته باشید، در یک حالت کاملتری باشید. روحانیت شما و معنویت شما قطعا متفاوت خواهد بود و احساس آرامشی که میکنید وقتی که با وضو قرآن بخوانید قطعا بسیار بالاتر هست از وقتی که بدون وضو قرآن بخوانید. به اتفاق علما تلاوت کردن قرآن بدون وضو به شرط دست نزدن به قرآن جایز هست و هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. اگر در جایی بودید، در سر کار بودید، در مسیر راه بودید، پشت فرمان توی ماشین بودید، نمیتونستی وضو بگیری، هیچ اشکال ندارد. قرآن حفظ هستی، میتونی از حفظ بخونید، توی موبایلتون هست میتونی از روی موبایل بخونید و هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد. و جمهور علما نظرش این است که شخص بی وضو قرآن رو دست نزند، اما در مورد تلاوت قرآن هیچ گونه حساسیتی نیست. اگر کسی از حفظ میخواند یا از روی صفحه مانیتور میخواند یا در واقع از روی موبایل میخواند یا که این قرآن جلوش باز هست و بدون اینکه دست به قرآن بزند میخواند، هیچ گونه اشکال شرعی وجود ندارد. جزاکم الله خیر. اگر کسی نماز جماعت رو در منزل بخواند، آیا باز هم اذان و اقامه باید بگه یا نه؟ اصل بر این است که اذان برای اعلام وقت نماز هست. این دو تا فلسفه متفاوت هست، اذان و اقامه. اذان برای اعلام دخول وقت نماز هست، برای شروع شدن وقت نماز، آغاز وقت نماز، و اقامه برای آغاز نماز هست، اعلام شروع شدن خود نماز هست. و در این زمینه روایتی هست از حضرت مالک ابن حویرث رضی الله تعالی عنه که آمد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و وقتی که برمیگشتند، دو تا برادر بودند، رسول الله صلی الله علیه و سلم بهشون اجازه داد که برگردند و فرمودند که اذا حضرت الصلاة فاذنا و اقیما ولیؤمکما اکبرکما، که وقتی که وقت نماز رسید اذان بگویید و اقامه بگویید و آن کسی که بزرگتر از شما آن امام شما بشود. اگر شما در جای نماز جماعت را اقامه میکنید که صدای اذان شنیده نمی شود، حکمش این است که هم اذان بگویید و هم اقامه بگویید. در جایی که صدای اذان شنیده نمی شود هم اذان بگویید و هم اقامه. اما اگر در جایی هستید که در شهر اذان گفته می شود، در شهر اذان گفته می شود و شما صدای اذان را میشنوید، در محله شما صدای اذان به گوش می رسد و شما بنابر دلایلی نتونستید که به مسجد بروید یا مسجد خیلی دور بود، به از نماز مونده بودید و خواستید در منزل نماز جماعت بخونید، در این صورت تنها همون اقامه بگید، اقامه بگویید و نماز را در واقع با جماعت بخوانید. اما اگر در شهری هستید که مسجدی وجود ندارد و اذان گفته نمی شود، هم اذان بگویید و هم اقامه. جزاکم الله خیر. بیننده برای گفتن که چون وقتی که نماز شب میخوانن خیلی حالت خواب آلودگی بهشون دست میده و نمیتونن اونجور به خوبی نماز شب رو بخونن، گفتن که چه کاری باید انجام بدن تا این مشکل حل بشه؟ دقیقا من متوجه نشدم که منظورشون از نماز شب همون نماز تهجد یا قیام اللیل هست. و اگر در مورد نماز عشا باشه که من بعید میدونم که هدفشون وقت نماز عشا باشه، به هر صورت نماز عشا نماز فرضی هست و شما میتونید که قبل از عشا و قبل از مغرب یا هر وقت دیگر در طول روز مقدار استراحت بکنید تا اینکه بتونید نماز عشا رو در واقع سر وقت بخونید. و بدون خاطر هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم فرمودند که بعد از نماز عشا سمر، یعنی نشستن و صحبت کردن و مجلس گرفتن، از نظر شرعی مکروه هست، زیرا که منجر می شود به فوت شدن نماز فجر. انسان باید سعی بکند، یعنی شما تدابیر رو بیاندیشید که بتوانید نماز رو سر وقتش و با بهترین کیفیت بخوانید. اما در مورد نماز قیام اللیل یا نماز تهجد یا نماز شب، در این زمینه شما هر اندازه‌ای که نشاط دارید نماز بخوانید. رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه فرمودند که به هر اندازه‌ای که شما نشاط دارید نماز بخوانید. اگر وقتی خوابتون گرفت بروید بخوابید. بهتر از این است که بخواید دعای خیری بکنید برای خودتون، به جایش دعای بدی رو بکنید، خودتان رو فحش بدهید. به این مناسبت را رسول الله صلی الله علیه و این حرف رو در مناسبتی زدند که حضرت زینب رضی الله تعالی عنها همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد یک بندی رو و تنابی رو بسته بودند به سقف مسجد و یک روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم این تناب رو دیدن. گفت این تناب جریان چی است که وسط مسجد آویزان هست؟ گفتند که این تناب مال زینب هست و شبها میاد در اینجا نماز تهجد و قیام میخواند و وقتی که خوابش بگیرد
موهای خودش رو با این طناب میبندد تا اینکه خوابش نبرد و بتواند نماز بخواند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی به اندازه نشاط خودش تا زمانی که سرحال هست میداند که چی میگه نماز بخواند، اجباری نیست. وقتی که شما رو خواب گرفت بروید و بخوابید و قطعا اون کسی که به نیت نماز تهجد میخوابد یا بلند شده که نماز تهجد بخواند اما فرصت نمیشود یا این که موقعیت فراهم نمیشود یا دوباره خوابش میگیرد، قطعا از ثواب تهجد ان شاء الله بهره مند خواهد بود. ان شاء الله. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده در مورد شخصیت ابو علی سینا بود. گفتن که در تاجیکستان زیاد ازشون تعریف میشه و خواستم بدونن که چه شخصیتی است. ابن سینا یا همون اسمش که حسین ابن عبدالله هست و معروف هست به الرئیس، خودش هم اعتراف کرده که قرمطی هست، یعنی از شیعیان قرمطی بوده و قرمطی ها باطنی هستند، افکار فلسفی الهادی داشتند و بسیاری از علمای اهل سنت و الجماعت ابن سینا رو تکفیر کردند. بسیاری از علمای اهل سنت و الجماعت مانند غزالی، مانند ابن تیمیه، مانند ابن قیم رحمت الله علیه و بسیاری دیگر از علما این رو ابن سینا رو تکفیر کردند، گفتند که در واقع کافر هست و حتی ابن کثیر و همچنین ابن اسیر در تاریخ خودشون از تعداد زیادی از علما نقل کردند که ابن سینا رو در واقع تکفیر کردند و حتی علمای معاصر و غیر معاصر در مورد ایشان اظهار نظر کردند. به طور مثال ابن صلاح شافعی رحمت الله علیه در مورد ایشان میگه که کان شیطان من شیاطین الانس، که یکی از شیاطین انس بوده. اینو در فتاوای خودشون، فتاوای ابن صلاح، این مطلب رو نقل کردند و به طور مثال ابن حجر رحمت الله علیه قول مشهوری داره، میگه لا رضی الله عنه، خدا از ایشون نگذرد و راضی نشود. و حتی ایشون گفتند که در تاجیکستان ایشون رو بزرگ میدونند و احترام میگذارند. حتی علمای احناف، مردم تاجیکستان و افغانستان که حنفی هستند، حتی علمای احناف هم در این زمینه اظهار نظر کردند، مانند علامه کشمیری رحمت الله علیه، انور شاه کشمیری در کتاب معروفی دارند به نام فیض القاری هست و که شرح فیض الباری که شرح صحیح بخاری هست. ایشون در این کتاب صراحتا آوردند که ابن سینا ملحد و در واقع زندیق هست و قرمطی بوده و اهل شرک بوده و این نظر جمهور علمای اهل سنت و الجماعت هست و علمی که علم شرعی باشه از ایشون نقل نشده به عنوان علم شرعی یا روایات اسلامی از ایشون نقل نشده. همون تخصص خاصی رو که داشتن اون در یک جنبه خاصی هست و اما در مورد علوم شرعی یا در مورد عقیده ایشون یک عقیده باطنی و شرک آمیز و غلو آمیز بوده که به خاطر این عقیده عرض کردم که بسیاری از علمای گذشته و معاصر ایشون رو کافر میدونند. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون در مورد این بود، گفت که در حدیث آمده است که یک مرد به خاطر 4 زن عذاب داده میشود یا به جهنم میرود. گفت اگر مرد تلاش خود را بکند و این زنها را نصیحت بکند، گفتم مثل مادر، خواهر، دختر و همسر، مرد زنها را نصیحت بکند که حجاب بکنند و کارهای مبتذل انجام ندهند ولی باز آنها گوش ندهند، باز هم مورد عذاب قرار میگیرد؟ یا به صورت کلی تمام کسانی که تحت تکفل یک فردی هستند، یعنی پدر خانواده، افرادی رو تحت تکفلش در واقع هستند، وظیفه شرعیش است که اونها را به نحو احسن تربیت بکند، امر به معروف و نهی از منکر بکند و زمانی که به سن بلوغ در واقع میرسند، چه دختر باشد یا همچنین خانم انسان باشد یا خواهر انسان یا هر کسی دیگر که تحت تکفلش هست، وقتی که شما امر به معروف کردید و نهی از منکر کردید، شما وظیفه خودتان رو انجام دادید. وظیفه شما نصیحت کردن هست، امر به معروف کردن هست. وقتی که شما نصیحت کردید یعنی این که برگردن شما دیگر وظیفه باقی نمانده، منتها تمام سعی خودتان رو باید بکنید و تمام ابزار و راه‌ها رو باید در پیش بگیرید که این افراد رو از گناه و معصیت و از کارهای خلاف شرع باز دارید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من را منکم منکرا فلیغیره بیده، اگر می توانید با دست تغییر بدهید، اونها رو وادار بکنید. اگر نمی توانید توصیه و نصیحت زبانی بکنید و اگر باز هم نمیتونستید به صورت کلی و وظیفه‌تون رو در این حد انجام دادید، در روز قیامت هم شما مسئول نیستید. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که حدیثی اومده در مورد این که کسی که قرآن میخواند روز قیامت یا حافظان قرآن
روز قیامت بهش گفته می شود که قرآن بخوان ورتقه و برو همچنان تا برای در راه رفتن به بهشت. گفت این قضیه آیا خاص حافظان قرآن است یا هر کسی که هر قدر از قرآن را بلد است میتونه کار بکنه؟ بله، این روایت در صحیح در سنن ترمذی هست، حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنهما هست که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که در روز قیامت به قاری قرآن گفته می شود بعد از اینکه وارد بهشت می شود اقرأ و رتل کما کنت ترتل فی الدنیا فان منزلک عند آخر آیه تقرأها. بخوان و بالا برو، یعنی در حال خوندن بالا برو در درجات و مقامات بهشت، همان گونه که در دنیا ترتیل می خوندی، قرآن را تلاوت می کردی و جایگاه تو آخرین درجه ای هست که به اون در واقع برسید. آخرین جایی که در حالت تلاوت قرآن میخوندی در اونجا در واقع درجه و جایگاه تو هست و قطعا حافظان قرآن کریم بالاترین نصیب و بهره رو در این زمینه دارن. اما اون چیزی که مهم هست در این زمینه خواندن قرآن هست و عمل کردن بر قرآن هست. بالفرض ما تصور بکنیم یک فردی حافظ قرآن باشد اما عامل بر قرآن نباشد، این فضیلتی نیست. در روز قیامت قرآن برای چنین فردی شفاعت نمی کند. قرآن شفاعت می کند برای کسی که قرآن را تلاوت بکند و بر قرآن عمل بکند. ما میدونیم که اکثر اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم حافظ قرآن نبودند اما عامل بر قرآن بودند، یعنی این که هر تعداد آیات رو 10 آیه رو وقتی که فرا می گرفتند هم تلاوتش رو یاد می گرفتند، تفسیرش رو یاد می گرفتند و هم عمل بر آن رو بر خودشون لازم می دونستند و قطعا کسانی حافظانی که عامل بر قرآن باشند این یک فضیلت بسیار بزرگی هست و در وهله اول این حدیث شامل اونها می شود. اما کسانی هم که حافظ نیستند قرآن رو تلاوت می کنند یا بر قرآن عمل می کنند ان شاء الله که مشمول این حدیث هم باشند. درست، جزاکم الله خیر. بیان برای در مورد دعای دست جمعی پرسیدن، گفتن که خب این قضیه که اگر بدعت باشد در منطقه ما گفتن که در تاجیکستان هستیم، گفتن اگر بلند شویم و مشارکت نداشته باشیم به ما تهمت هایی میزنن، میگن سلفی هستین و مخالف هستین. گفت در این زمینه داریم ما توضیح دهید که در این حالت ما چه کار بکنیم، مشارکت بکنیم یا متاسفانه برخلاف تعالیم دینی و حتی مذهبی که وجود داره در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صراحتاً یعنی تاکید کردند که در صورتی که دعای دست جمعی رو مردم التزام داشته باشند به آن و اون رو لازم بدونند این یک نوع بدعت هست و امام باید از اون دست بکشد، حتی در مذهب خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. اما متاسفانه به خاطر کمبود علم و به خاطر عدم درک اهداف شریعت ما می‌بینیم که بسیاری از مردم به این گونه بدعت‌ها چسبیدند و اینها را جزء در واقع آموزه‌های دینی شده و جزء عبادت اینو قرار دادن. به هر صورت حکم شرعی این است که چنین عملی از نظر شرعی ثابت نیست، خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و اگر کسی میتواند در واقع باید اون رو ترک بکند و با آن مبارزه بکند. این مسئله به اندازه نیست که شما بخواهید که به خاطر این مسئله اختلاف بزرگی رو، درگیری رو، جنگی رو در میان مسلمانان و فتنه بزرگی ایجاد بشه. از این که فتنه ایجاد بشود و شما نمیتوانید جلوگیری بکنید همان بهتر که شما ساکت بمونید. اما حکم شرعی رو انسان باید کم کم گوشزد بکند. شما خودتون به این نتیجه رسیدید و این در واقع علم به شما رسیده که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از نمازها دعای دست جمعی نمی‌کردند. شما همین مسئله رو نقل بکنید برای دوستان خودتون، برای آشناهای خودتون، برای اهل اون مسجد، یکی یکی آنها رو توصیه بکنید و این علم رو به اونها برسانید. امید هست که انشالله که اگر عالم بشوند و به آشنا بشوند به حکم اسلام و حتی حکم مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به مرور زمان امیدوار هستیم که این موارد و بدعت‌ها که التزام به اون را گرفتن مردم و جزئی از شعائر دینی آنها رو میدونن انشالله رفته رفته اسلام صحیح و واقعی و سنت بدون بدعت انشاءالله در شهرهای ما حاکم بشود. انشاءالله. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که قربانی کردن قبل از نماز عید آیا این کار درست هست یا نه؟ وقت قربانی به اتفاق علما و مذاهب اهل سنت و الجماعت بعد از نماز عید هست، یعنی این که بعد از این که در یک جای نماز عید رو خوندند بعد از اون باید قربانی ذبح بشود. اگر قبل از نماز میگوید که ایشون قربانی کردن، اگر در جایی هستند در یک منطقه هستند که نماز عید خونده نمی شود، فرض کن در یک روستایی هستند که در اون روستا نماز عید خونده نمی شود، اشکال ندارد بعد از طلوع آفتاب میتونند که قربانی خودشون رو ذبح بکنند، هیچ گونه اشکال شرعی
شهری وجود ندارد. اما اگر در جایی هست که در اون شهر نماز عید خوانده می شود و مردم برای نماز عید می روند، قبل از نماز عید از نظر شرعی جایز نیست که شما قربانی رو ذبح بکنید. در این زمینه روایات متعددی اومده از رسول الله صلی الله علیه و سلم و تصریح شده به این که هر کسی که قربانی خودش را قبل از نماز عید در واقع ذبح بکند قربانیش روا نیست و جایز نیست، باید یک قربانی دیگر به جایش بکشد. روایت حضرت جندب هست در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من ذبح قبل ان یصلی فلیذبح اخرى مکانه. اگر کسی ذبح کرد قربانی خودش رو قبل از اینکه نماز بخواند یا مردم نماز بخونند، یک قربانی دیگر در واقع به جای اون ذبح بکند. و روایت دیگر روایت برای ابن عازب هست که بازم در صحیحین هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من نسک قبل الصلاه فانه قبل الصلاه. هر کسی که قبل از نماز نسک رو انجام بدهد، یعنی قربانی رو بکشد، این قبل از نماز شده و نمازش درست است اما قربانیش در واقع درست نیست. و این اتفاق علمای اهل سنت و چهار مذهب اهل سنت و الجماعت است که وقت قربانی بعد از نماز عید در واقع شروع می شود و حتی انسان باید سعی بکند که آنگونه که در روایت اومده قبل از امام، حتی در زمان رسول الله قبل از امام هم قربانی رو نمی کردند، یعنی ذبح نمی کردند. اما اگر بعد از نماز ذبح کردند هیچ گونه اشکال شرعی وجود نداره، ولو اینکه امام هم قربانی خودش رو ذبح نکرده باشه بازم جایز هست. اما قبل از نماز قربانی کردن از نظر شرعی جایز نیست و اگر کسی قربانیش رو قبل از اینکه به نماز عید برود ذبح کرده باشد قربانیش جایز نیست، به عنوان قربانی شمرده نمی شود و یک قربانی دیگر باید به جایش ذبح بکند. خیر. و گرفتن وکیل برای قربانی آیا درست است؟ بله، هیچ گونه اشکال نداره. فرض کنید فردی در یک شهری دیگر هست، زنگ میزند به یک شهری دیگر، فرض کنید در سفر هست یا در هجرت هست، زنگ میزند که خانواده‌اش یا دوستانش در زادگاه و در وطن خودش قربانی بکشند و کسی رو وکیل میکند که برود قربانی بخرد و به جایش ذبح بکند. هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی در این زمینه وجود ندارد و کاملا جایز هست. درست. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن که وقتی کسی مرده یا کسی را دست داده شخصی بسیار جزع و فضع میکند و در واقع صبر نمی کند، آیا ثواب صبر کردن را دست میدهد یا نه؟ قطعا. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما دستور دادند که در هنگام مصیبت ها صبر بکنیم. الله متعال این دستور رو دادند و صبر کردن در واقع یک نوع پاداش و نعمتی هست از جانب الله متعال. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که عجب امر المؤمن، وضعیت مسلمان خیلی عجیب هست و شگفت آمیز هست. این اصابه سراء شکر و این اصابه ضراء صبر. این اگر بدی به اون برسد صبر میکند و این براش خیر هست و اگر نیکی و خوشحالی بهش برسد شکر میکند و این براش خیر هست. این هر چیز برای مسلمان خیر است، هم خوبی و خوشحالی و در واقع خوبی ها براش خوبند، اتفاقات خوب براش خوبند و چون که شکر میکند، و هم اتفاق بد و مصیبت برای مؤمن خیر هست، زیرا که بعد از این انسان مسلمان صبر میکند و این صبر هم یک در واقع جایگاه خاصی رو در دین مبین اسلام دارد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که انما الصبر عند الصدمه الاولى. ایشون عبور میکردن بر قبرستانی، دیدند که خانمی نشسته بر روی قبری گریه میکند و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ای بنده خدا، یعنی گریه نکن، صبر بکن. رسول اون فرد گفت که یا نفهمیدند که ایشون رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، گفتند که عزیز من از دست رفته، تو به من میگی که صبر بکن و به تعبیر عامیانه این آتش در دل من روشن است، تو احساس نمی‌کنی. و بعد از اینکه متوجه شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، رفتن به حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم و ایشون فرمودند که انما الصبر عند الصدمه الاولى. محل صبر بعد از همون در هنگام صدمه اول هست، بعد از 3 روز، بعد از 1 هفته همه صبر میکنن، چاره دیگری ندارند، آرام میشن نهایتش. اما در همان وقتی که مصیبت تازه هست اگر کسی صبر بکند این در واقع ارزش و جایگاه خاصی رو دارد. انسانی که این جایگاه رو در مد نظر داشته باشد و این ثواب و این فضیلت رو مد نظر داشته باشد، قطعا ان شاء الله الله متعال توفیق میدهد که در هنگام مصیبت و هرچند که بلند باشد در ساعات اولیه مصیبت ان شاء الله که میتواند که صبر بکند. ولی در روایت اومده که اگر کسی جزع و فضع بکند و حرف بیجا بزند، سر و صدا بکند یا این که در واقع حرفهای بیجایی بزند، کفر بگوید، اینا سبب میشوند که ثواب انسان مسلمان در واقع از بین برود. منتها گریه کردن یا اشک ریختن بدون اختیار این ثابت از
رسول الله صلی الله علیه و سلم این منافاتی با صبر ندارد. در روایت اومده مانند که عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه زمانی که حضرت ابراهیم فرزند رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتند و فوت کردند، بعد اینکه ایشون رو دفن کردند متوجه شدند که اشک در چشمان رسول الله صلی الله علیه و سلم ظاهر شده و بر گونه هاشون جاری است. ایشون گفت یا رسول الله شما هم گریه میکنید؟ فرزندی فوت کرده، چیز مصیبت بزرگتری نیست، یک بچه هست که از دنیا رفته. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که این نشانه رحمت در دل هست و این اشکالی ندارد. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که قلب انسان درد میگیرد، چشم انسان در واقع اشک‌آلود می شود. در مورد وفات حضرت ابراهیم رضی الله تعالی عنه و علیه السلام فرزند رسول الله صلی الله علیه و سلم، منتها ایشون فرمودند که ولا نقول الا ما یرضی الرب، گرچه سخت هست در واقع از دست دادن عزیزان، اما گفتند که ما چیزی را که خلاف رضایت الله متعال باشه بر زبان نمی آوریم. اگر کسی ناخودآگاه گریه کرد، نتونست خودش رو کنترل بکند و اشک از چشمانش جاری شد، این به این معنی نیست که صبر نکرده، بلکه این نشانه رحمت هست، نشانه شفقت و دوستی هست. اما سر و صدا کردن و بد و بیراه گفتن و به زمین و زمان بد گفتن و کفر گفتن، این مواردی هست که ثواب صبر رو از بین میبرد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که آیا خود قاری قرآن، یا گفته این حرف یعنی زده می شود که قاری قرآن حکم قرآن را دارد، آیا این درست است یا نه؟ من دقیقا نمیدونم که منظورشون چی هست که قاری قرآن حکم قرآن را دارد. نه، قاری قرآن حکم قرآن را ندارد. یک انسان هست، یک بشر هست، حکم یک بشر را دارد. قرآن کلام الله متعال هست و مخلوق نیست. قرآن کلام الله متعال هست و صفت الله متعال هست و مخلوق نیست و خواندنش در واقع عبادت هست. اما قاری قرآن چون این فضیلتی رو ندارد، هم بشر هست و مخلوق هست و هیچ گونه در واقع قداستی رو قاری قرآن در واقع ندارد. این قداست مال قرآن هست و کلام الله متعال هست. در این که یک عالم ارزش دارد و احترام دارد، این یک بحث جداگانه هست. اما این که یک عالم یا یک قاری قرآن یا حافظ قرآن حکم قرآن رو داشته باشد، چون این چیزی از نظر شرعی ثابت نیست. جزاکم الله خیر. امامت زن برای زنها آیا درست است یا نه؟ اشکالی نداره. امهات المؤمنین امامت میدادند، یعنی در صورتی که تمام مقتدی ها زن باشند، جماعت زن باشه، اشکال ندارد که یک خانمی برایشون امامت بکند و اولاتر و بهتر این است که امام در وسط صف بایستد، یعنی در همون ردیف اول و در صف اول و در وسط بایستد و امامت بکند. هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و جایز است. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد کلمه بدا خواستن که بفهمند چه معنایی دارن. بدا یکی از در لغت به معنی ظاهر شدن هست. بدا به معنی ظاهر شدن در لغت به معنی ظاهر شدن هست و این بدا یکی از عقیده های شیعه هست. یک عقیده ای هست که شیعه دارند و یکی از وجوه تمایز شیعه با اهل سنت و الجماعت هست که اهل سنت و الجماعت معتقد بر این هستند که علم الله متعال قطعی هست و ازلی و ابدی هست. یعنی الله متعال تمام چیزهایی را که در آینده اتفاق میافتند، تمام اینها را در گذشته میدانسته. هیچ چیزی نه در گذشته و نه در آینده از الله متعال پوشیده نیست و علم الله متعال حادث نیست. این گونه نیست که الله متعال یک چیزی را دیروز نمیدانسته اما امروز برایش واضح و آشکار شده باشد. معنی بدا این است که در گذشته الله متعال چیزی رو نمیدانسته، تازه در واقع به اون رسیده، یعنی ظاهر شده برای الله متعال. و این عقیده شیعه هست و اهل سنت و الجماعت در واقع چنین عقیده ای را ندارند و حتی معتقد هستند که در واقع این بدا در چندین مرحله، خصوصا در مورد امامت در واقع اتفاق افتاده که امام جعفر صادق ابتدا فرزندش رو به امام اسماعیل رو امام قرار داد و معرفی کرد. بعد از این که فوت کرد دوباره مجبور شد که موسی کاظم رو معرفی بکند و در اونجا گفت که بدا لله، که برای الله متعال ظاهر شد، واضح و آشکار شد که به جای اسماعیل الان در واقع موسی کاظم رو امام بکند. اما از دیدگاه اهل سنت و الجماعت چون این چیزی برای الله متعال محال هست. الله متعال در همون ازل هم میدانستند که اسماعیل قبل از موسی جعفر در واقع از دنیا می رود و نیازی نیست که بدایی در اینجا حاصل در واقع شده باشد.
باشد و این همون گونه که عرض کردم علم الله متعال یک علم قطعی هست، در گذشته و حال و آینده یکسان هست. الله متعال از تمامی موارد اطلاع دارد و هیچ چیزی برای الله متعال تازه ظاهر نمی شود. ظاهر هست، تمام غیبیات برای الله متعال ظاهر هست. این گونه نیست که یک چیزی رو قبلا الله متعال نمیدانسته الان برایش واضح و آشکار شده باشد. منتها یک سری مواردی هست، مثلا به طور مثال حکم نسخ در قرآن کریم و در احکام شرعی که اومده، این نسخ را خودش به این گونه هست که الله متعال این حکم را برای یک زمان مشخصی در واقع قرار داده، برای اینکه مردم در واقع یک زمینه سازی بشود برایشون بتونند حکم اصلی رو تحمل بکنند. الله متعال در واقع این نسخ رو انجام داده. به طور مثال مانند مراحل حرمت شراب را که ابتدا الله متعال فرمودند که خب هم نفع دارد و هم ضرر دارد، منتها ضررش بیشتر هست و انسان عاقل در واقع به خاطر ضرر بیشتر یک نفع کمی رو در واقع دنبالش نمی رود. دوباره فرمودند که ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، در وقتی که نشه هستید و شراب خوردید نزدیک نماز نروید. و در مرحله آخر الله متعال اینو در واقع حرام قرار دادند. یا مانند این که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبلا دستور داده بودند که شما به زیارت قبرستان نروید و بعدا وقتی که آن آثار جاهلیت از مردم رفت دستور دادند که نه، از این به بعد بروید قبرستان رو زیارت بکنید، به خاطر اینکه شما به یاد آخرت میافتید. نسخ و در واقع ترتیب بیان احکام شرعی هیچ گونه تضادی با علم الله متعال ندارد، بلکه یک نوع زمینه سازی برای حکم اصلی هست. اما بدایی که در مذهب شیعه هست به این معنی هست که الله متعال قبلا یک چیزی را نمیدانسته و بعداً برایش ظاهر شده که نه، اون چیزی که من قبلا در نظرم بود اون اشتباه بوده، مانند امام کردن و اعلام امامت اسماعیل فرزند جعفر و بعداً گفتن که نه، نظر الله عوض شده و الان دیگه به جای اسماعیل موسی کاظم امام هست. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که نماز پشت سر آدم‌های زناکار یا خلافکار آیا درست است یا نه؟ اولا در مورد زنا انسان نمیتواند کسی رو متهم به زنا بکند. شما از نظر شرعی اجازه ندارید که بگید که فلانی زناکار هست و این یک حکمی است که شما صادر میکنید. این که شما یک فردی رو اتهام زدید به زنا و زنا این گونه ثابت نمی شود که فلانی زنا کرده باشد. بالفرض این که شما ببینید که با یک دختر بیگانه ارتباط دارد یا مقدمات زنا رو شما مشاهده کرده باشید، بازم به عنوان یک حکم شرعی و یک قضاوت شما نمیتونید این بگید که فلانی زناکار هست و بدین معنی هست که شما تهمت زدید اون شخص را. و جالب این است که در شریعت اسلامی که برای زنا حکم رجم را ثابت کردند، تا حالا اتفاق نیفتاده که 4 نفر اومده باشند آنگونه که شریعت اسلامی خواسته شهادت بدند که فلانی زنا کرده. یعنی ثبوت زنا برای یک فرد با شهادت تا حالا در تاریخ اسلام این گونه ثابت نشده که به خاطر چنین شهادتی کسی رو رجم کرده باشند. و انسان اگر از یک فرد مسلمانی بالفرض که یک چیزی رو دیده باشد که فلانی رفت و آمد میکند در فلان جا، مثلا با فلان دختر ارتباط دارد، این موارد رو انسان باید از نظر شرعی پوشیده بکند. شما حق ندارید که بیارید در ملأ عام بیان بکنید و این خودش یک نوع تبلیغ برای کار زنا و کار حرام هست. منتها از نظر حکم شرعیش عرض کردم که شما نباید دنبال خفایای مردم بگردید، چه امام باشد چه غیر امام باشد، و سوء ظن به هیچ کسی رو نداشته باشید. و برای نماز جماعت از نظر شرعی انسان باید اون کسی رو که متقی تر هست، عالم تر هست، پرهیزگاریش بیشتر هست، از گناهان بیشتر اجتناب میکند، انسان باید به اون شخص اقتدا بکند در نماز و پشت سر اون نماز بخواند. و بالفرض اگر یک امامی باشد که شاید از نظر ظاهری چندان پایبند نیست، فرض کنیم که پایبند واجبات شرعی نیست یا پایبند سنن و آداب اسلامی نیست، نماز خوندن پشت سرش جایز هست، اشکال شرعی نداره. شما برای خودتون نماز میخونید، برای اون نماز نمیخونید و شما برای الله نماز میخونید. شما در نماز خودتون ارکان نماز را، واجبات نماز را و هیئت نماز را، قرائت و اذکاری که در نماز هستند، شما کاملا برای خودتون اونها را در نماز در واقع میخوانید و نماز شما هیچ ارتباطی به نماز امامتون در واقع ندارد. یعنی بالفرض این که امام شما از نظر خشوع و خشیتش و از نظر پرهیزگاری در درجه پایینتری از شما باشد، این در نماز شما هیچ گونه خللی رو ایجاد نمی کند و نماز شما انشاءالله کاملا صحیح است. انشاءالله. جزاکم الله خیر. در اینجا اتاق فرمان نیز خواهش میکنم که دوباره شماره تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و بازم تکرار میکنم بینندگان عزیزی که قصد دارن تماس بگیرن لطف کنن از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنن و تماس‌هاشون و سوالاشون هم آماده باشه.
جناب مولانا، بیننده بعدی پرسیدن که گفته میشد که خطبه جمعه درست است به فارسی خوانده بشود به این دلیل که معنیش را مردم نمیدانند، معنی خطبه عربی را. گفتن خب آیا درست است هم نماز را به فارسی بخوانیم چون معنیش را نمیدانیم؟ قیاس کردن خطبه جمعه با نماز یک قیاس مع الفارق هست. این دو تا مسئله با هم دیگر تفاوت دارند، یکی نیستند و نمی شود که این دو تا مسئله رو با هم دیگر قیاس کرد. در مورد خطبه اصلش این است که به زبان عربی باشد، در این هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداره. اصل بر این است که بر زبان عربی باشد، البته در صورتی که مردم زبان عربی رو بفهمند، این اولاتر و بهتر است، در این هیچ گونه اشکال شرعی وجود ندارد. در میان فقهای مذاهب اهل سنت و الجماعت در این زمینه اختلاف نظر وجود داره. مذهب امام مالک رحمت الله علیه و قول مشهور در مذهب امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه این است که گفتند که شرط هست، حتما باید به زبان عربی باشد، یعنی به زبان عربی خطبه خواندن رو در واقع شرط میدونند که حتما باید به زبان عربی باشد. اما در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه میگند که اگر مردم عربی میدونند خب به زبان عربی بخونند، یا اگر اغلب مردم در جای که هستند خطبه عربی رو متوجه میشوند که معنیش چی هست، اشکال نداره، اولاتر این است که به زبان عربی خونده بشه و اگر مردم عربی بلد نیستند در اون صورت به زبان فارسی بخونه. این مذهب امام شافعی رحمت الله علیه هست. یعنی در این زمینه مذهب امام شافعی و مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از تمام مذاهب راحت تر هست، یعنی اجازه دادند که به زبان غیر عربی در واقع خطبه خوانده بشود و خواندن خطبه به زبان عربی رو شرط نمیدونند. و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مستحب هست به عربی خوندن خطبه روز جمعه، به در واقع مستحب هست و در صورتی که مردم زبان عربی رو یاد ندارند اینو باید به زبان فارسی یا هر زبان محلی در واقع خونده بشه. در کتاب رد المختار و بقیه کتاب‌های احناف در واقع مسائل ذکر شده و این قول احناف در این زمینه راجح هست و قوی‌تر هست. مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که معتقد بر این هستند که عربی خواندن خطبه مستحب هست، خوبه اگر خوندن مردم بلد بودن، اگر نخوندن هیچ گونه اشکالی به وجود نمیاد. این قول راجحی هست، زیرا هیچ گونه دلیل قانع کننده و ملزمی که ما رو بر ما الزام بکنه که حتما باید خطبه رو به زبان عربی بخونیم هیچ گونه دلیلی در این زمینه وجود ندارد و هدف از خطبه موعظه مردم هست و امام در خطبه مردم را امر و نهی میکند، موعظه میکند به زبانی که مردم نمیفهمند. اگر بخواید مردم را موعظه بکنید کار بیهوده‌ای را انجام دادید. و این که رسول الله صلی الله علیه و سلم با زبان عربی خطبه میخوندند خب زبان اصلیشون بوده، مردم میفهمیدن و هیچ گونه دلیل قطعی وجود نداره که این ما رو ملزم کرده باشه که به زبان عربی حتما خطبه را بخونیم. مذهب امام شافعی و مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نزدیک به هم هست و عربی خواندن خطبه جمعه رو شرط نمیدونن. اما این در مورد خطبه هست. در مورد نماز یک حکم جداگانه هست. در نماز ما قرآن رو تلاوت میکنیم و قرآن کلام الله متعال هست و خواندن قرآن، الفاظ قرآن تعیین شده هست. ما نمیتونیم وقتی که من به طور مثال فارسی صحبت میکنم ولی اینکه ترجمه قرآن باشه این کلام من هست، کلام پروردگار نیست، هیچ گونه قداستی رو هم نداره، زیرا که کلام من هست و برداشت من هست و جمله عربی کلام الله این کلام الله متعال هست و جنبه تعبد دارد، یعنی تلاوت کردنش یک نوع عبادت هست و رسول الله صلی الله علیه وسلم اینو تعیین کردند. پس بنابراین شما نمیتونید که خطبه جمعه رو بر نماز قیاس بکنید. در نماز قرائت خوندن به زبان فارسی جایز نیست. اگر کسی به جای سوره فاتحه یا به جای یک سوره دیگر به زبان عربی و خود به جای اینکه خود سوره رو بخواند اگر زبان فارسی ترجمهش رو بخواند نمازش درست نیست. اما در خطبه هیچ گونه اشکالی ندارد. اگر مردم عربی بلد هستند اولاتر این است که عربی بخونند، اما اگر عربی بلد نیستند هیچ گونه اجباری وجود ندارد که حتما خطبه باید به زبان عربی باشه. جزاکم الله خیر. تماس‌های بینندگان وصل است، فقط دوباره تقاضا دارم بینندگان سوالاتون آماده باشه بعد تماس بگیرین. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، عبدالله هستم از افغانستان. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. یک سوال می شما استاد، آیا برادر ما برای خانم ما محرم هستن؟ آیا برادر ما یعنی برادر ما برای خانم ما محرم هست؟ یعنی درست. خوشامدگویی. سوال دیگه هم هست؟ داماد ما محرم برای
خانم من حساب که بیت با خانه را که میمون میشیم یا همه از این تایی. درست. یک سوال بگم میکنم جناب استاد. بفرمایید. بعد ما قصد و مذهب عنافتیم باز پشت سر امام در نمازهای خفیه ما علم شریف میگم نخونی با بعض بچه صداتون قطع وصل میشه، دوباره بپرسین. میگم ما مذهب عنافتیم. بله. و حساب امی علم شریف ما پشت سر امام بخونیم در نمازهای خفیه. بله. و تشکر خدا. سلامت باشه. تماس بعدی بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. خدمت شما و جناب مولانا سلام عرض میکنم. سلام و رحمت الله. عرضم به خدمتتون که من ذکر که میکردم به این صورته که همیشه ذکر میکنم سبحان الله و بحمده و الحمد لله لا اله الا الله و الله اکبر و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. این درست است یا نه؟ میخواستم اینو از جناب مولانا بپرسم. درست. سبحان الله و بحمده لا اله الا الله ولا حول ولا الله اکبر ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بله بله ان شاء الله. تماس سوال دیگه هم دارین؟ نه خیر، خیلی ممنون، تشکر. سلامت باشه. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. بسیار سوال داشتم. سوال اولم آدمی که خلق نیک دارد، عملای نیک میکند، فقط نماز نمیخواند، اون حکمش چیست؟ سوال بعدی؟ سوال بعدی همین در وقت نماز را تمام کردن یگان خیلی دعا جایز است خواندن یا نه؟ بعد از نماز یگان خیلی دعا. سوال بعدی؟ نماز را ادا کردن. درست. سوال بعدی؟ سوال بعدی همین دعای دست جمعی که همین دعای یک آدم بعد از نماز یک خودش در خانهش نماز میخواند، دعا میکند، از خدا یگان چیز طلب میکند، فرقی دارد یا نه دعای دست جمعی؟ یعنی در خونه تنهایی میکنه یا با یک گروهی؟ نه، در خانه تنهایی نماز بخواند، بعد از نماز از خدا یگان چیز طلب میکند، همین جایز است یا نه طلب کردن بعد از نماز؟ تشکر میکنیم از شما. رحمت کنم، سلامت باشین. سلامت باشین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. ببخشید جناب، من الان پدرم 4 ماه فوت کرده، خودم از ایران تماس میگیرم گلستان، در جسمم مستاره. بله. عرضم حضور شما الان پدرم 4 ماه فوت کرده، آخوندای ما میگن گریه نکن، منم که گریه میکنین آیا گناه گریه کردن من؟ میشه اینو باستم جواب بدین ممنون میشم. درست. تشکر میکنم. سوال دیگه هم دارین؟ نه همینه، ممنون، تشکر. سلامت باشه. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستم. من میخواستم در استاد سوال بگیرم که آیا تنباکو طهارت رو میشکند؟ تنباکو طهارت رو میشکند. با میگویند که گناهی که میکنی در تنباکو کشی اساسا گناه کبیره میشود و ممکن نیست طهارت رو میشکند. همین سوال میخواستم جواب بگیرم. تشکر میکنیم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام عرض ادب دوباره استاد محترم، من مجید اول هستم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. سوالای من به نظرم صدا انعکاس میکرد، درست به گوش شما نرسیده بود، توجه نشده. سوالای من اشتباه به گوشتان رسیده به نظرم.
اولی که استاد محترم، ما که در آلمان از جدول اوقات شرعی آذان و نماز را داریم، اما چون که خانه ما از مسجد دور است 5 وقت به نماز رفتن نمی‌کنیم. منظوری بود که اگر 15-20 دقیقه یا نیم ساعت بعد که در خانه جماعت می‌کردیم، نیم ساعت بعد یا 15 دقیقه از آن اگر بگیم از وقت از آن گذشته باشه، باز هم از آن گفتن جایز است یا نه؟ و سوال اولی بود که آق گفته در مورد آق پدر و مادر، آق در میان نبود، فقط منظور من این بود که اگر کسی قبل از اینکه پدر و مادر زنده بوده حیات داشتن مرتکب گناه خطایی شده باشه، با پدرش بدسنتی رفتار کرده باشه، بعد از اینکه از حقوق والدین، حقوق اسلامی مقرر شده باشه، بعد از وفات دیگر توبه کرده باشه، بازم اون گناه به گردنش هست یا خیر؟ و یک سوال دیگه هم اگر اجازه باشه بفرمایید. سوال دیگه این که اما به جز مردم چی بود نوشته که به متوجه یادم رفت، ببخشید. خودتون نوشتین فراموش کردین؟ سبحان الله. خدا حافظ. خدا نگهدار شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام خدمت شما استاد عزیز. ببخشید من چند تا سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولتون؟ میخواستم بپرسم ترشحاتی که از بدن انسان خارج میشه آیا باعث بطلان وضو میشه؟ و سوال دیگه هم اینه که من شنیدم میگن تا 7 روز اول عید قربان هر چیزی که مثلا حتی موچه‌ای، حشره‌ای، هر چیزی که بکشی قربانی حساب میشه. آیا این درسته؟ سبحان الله. تا 7 روز اول من شنیدم میگه حضرت محمد گفته امت من 72 فرقه هستن که از این 73 فرقه، از این 73 فرقه از یک فرقهش بهشت میره. و روایت دیگه هم شنیدم که میگه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفته هر بنده مسلمانی که حتی یک بار کلمه شهادتین رو به زبان آورده باشه وارد بهشت میشه. من نمیدونم کدومش درسته. خیلی ممنون. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. ممنون از برنامه خوبتون. بعد میخواستم من یه سوالی بکنم که ما توی شهری زندگی میکنیم همه شیعن، یعنی مسجد سنی و اینا نداریم. درست. مولانا احسین خودش هم گفته بودن پشت سر امام جمعه شیعه نمیشه نماز. درست. ما چی کار کنیم؟ نماز جمعه چی کار؟ یعنی شما شهرهای سنی هم به شما نزدیک نیست؟ هیچ. مثلا نزدیکترین شهر سنی که با ما هست 3 روز راه هست. 2 روز. 3 روز. سبحان الله. آره. تشکر میکنم از شما. ممنون. دستتون درد نکنه. آخرین تماس بیننده رو بگیرین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. سوال ما این بود که ما از ایران تماس گرفتیم. بفرمایید. ما به اذان اهل تشیع نماز بخونیم، آیا نماز ما میشه یا خیر؟ یعنی با امامت اهل تشیع؟ اینا که مثلا به اذان از اینا مثلا به اذان درست. ما داخل اتاق ما میخوام نماز بخونیم، آیا نماز ما میشه یا خیر؟ سوال واضحه. سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگه هم اینه که ما در هر نماز بعد ما اذان و تکبیر بگیم یا خیر؟ برای هر نمازی؟ برای در هر نماز بعد ما خودمان اذان بگیم تکبیر بگیم درست است یا خیر؟ یعنی اذان و تکبیر یا اذان اقامه؟ من خودم مثلا خودم به اتاق خودم باید در نماز از اون وقتی که میشه باید خودم تکبیر اذان بگم یا نگم؟ همون اذان منظورشون دیگه. ان شاء الله پاسخ دریافت میکنم. تشکر میکنم بینندگان عزیز. در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو،
تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء دیکھو، حبیب کبریا دیکھو، وہ جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی، وہ جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھو، منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھو، تمنا قلب مضطر کی وہ در بے بہا دیکھو، تمنا قلب مضطر کی وہ در بے بہا دیکھو، قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو، یہ دنیا بے ثبات و بے وفا و غم کا گہوارہ، یہ دنیا بے ثبات و بے وفا و غم کا گہوارہ، یہ ہے مطلوب دار بے وفائی میں وفا دیکھو، یہ ہے مطلوب دار بے وفائی میں وفا دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھو، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھو، شفیق از نفس مادر ماں نبی مجتبی دیکھو، شفیق از نفس مادر ماں نبی مجتبی دیکھو، در جنت پہ حاضر ہو رسول پاک کے ہمراہ، در جنت پہ حاضر ہو رسول پاک کے ہمراہ، شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میرا رضا دیکھو، شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میرا رضا دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء دیکھو، حبیب کبریا دیکھو، بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف
بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالي جئت لكي أدري. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. بیننده بعدی مولانا پرسیدن که جایگاه صوفی و خانقاه در مذهب اهل سنت چیست؟ چیزی که در اسلام وجود داره بحث تزکیه و احسان هست که یکی از وظایف رسول الله صلی الله علیه و سلم تزکیه و احسان بوده که انسانها را و اصحاب خودش را تزکیه کرده، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و یکی از بزرگترین وظایف رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده که ایشون این وظیفه رو انجام دادند. اون کسانی که این ذکر و اوراد را دارند، بیعت را دارند و خانقاه دارند و مسائل دیگری رو دارند، اینو بهانه‌اش این است که ما میخوایم تزکیه بکنیم مردم را. اما بهترین روش تزکیه همان تزکیه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که عملا موفق بودند رسول الله صلی الله علیه و سلم که اصحابشون واقعا تزکیه کردند. کسانی رو که کافر بودند، مشرک بودند، بت پرست بودند، انسان‌های بی فرهنگی بودند و انسان‌های بدخویی بودند، رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها را کاملا تزکیه کردند. پس بنابراین بهترین روش همان روش رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و اصل در این هم حدیث جبرئیل هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردند که اخبرنی عن الاحسان، در مورد احسان به من بگو. احسان یعنی چی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. احسان یعنی این که، یا به تعریف همون معنویت ربانیت، یعنی این که الله متعال را بگونه عبادت کنی که گویا الله را میبینی و اگر الله را نمیبینی الله تو را میبیند. یعنی همیشه انسان در فکر این باشد که انسان همیشه در معرض دید الله متعال هست و الله متعال همیشه حاضر و ناظر هست و عالم بر ظاهر و باطن هست تا اینکه عبادتش در واقع یک عبادت زیبایی باشه و بهترین عبادت رو انجام بده. اما این اذکار بیموردی که اضافه کردن در دین، خانقاه هایی که در واقع ساختن و آدابی رو که تعیین کردن، آداب پیر و مرید که هست که یک سری آدابی هست که خلاف شریعت اسلامی هست و من جمله این که گفتن به طور مثال این مرید باید در جلوی پیرش مانند مرده در مقابل زنده باشه، هیچ گونه اعتراضی رو نکند. چه بسا بسیار از این پیرها به این بهانه که پیر هستند نماز رو ترک میکنند، پایبند نماز جماعت نیستند و سر قبر میروند، استمداد از قبرستان میکنند. اینها تمام خلاف شریعت اسلامی هست و چه بسا بسیاری از چنین موارد در واقع در دایره شرک هست. بسیار از این موارد مانند طلب غوث کردن و طلب در واقع استغاثه و طلب کمک از مردگان در واقع در حیطه و در دایره شرک داخل می شود. اگر مراد از تصوف صرفا یعنی پایبندی به شریعت اسلامی هست و تشویق کردن به مراعات کردن آداب اسلامی هست، سنت های رسول الله صلی الله علیه وسلم هست، پایبند بودن به اذکار و اورادی هست که از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت هست، مانند کتاب حسن المسلم و اورادی و اذکاری که در صحیح بخاری هست، مسلم هست، در کتب سته هست و در بقیه هست، این هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و جایز هست. اما اگر یک اذکار و اورادی هستند که از خودشون در آوردند، یا اینکه یک روش خاصی برای عبادت و برای ذکر ایجاد کردند، یا اینکه یک آداب خاصی رو برای پیر و مرید در واقع تعیین کردند، یا اینکه سر قبرستان میروند و تقرب میجویند به مردگان و ذبح میکنند، نذر میکنند برای مردگان و طلب کمک از مردگان، این در واقع تصوف نیست و در اسلام هیچ گونه جایگاهی رو ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که حکم برداشتن وسط ابرو چیست؟ آیا درست است یا نه و تا اگر درست است تا چه اندازه جایز است؟ از نظر شرعی وسط ابرو جزء ابرو شمرده نمی شود. ابرو یعنی مویی که بالای در واقع چشم هست، اون ابرو گفته می شود که معمولا عموم انسان ها به صورت طبیعی این رو دارن و بالفرض اگر یک فردی ابرویش این دو تا ابرویش به هم دیگر کاملا چسبیده باشد و زشت باشد بخواد که این وسط ابرویش رو بردارد، هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی وجود ندارد و فقط بالای بینی را، بالای قلم بینی را که حد فاصله در میان دو چشم و دو تا ابرو هست، این قسمت را می تواند بردارد و مشمول حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که لعن کردن ان شاء الله وارد نمی شود. درست. جزاکم الله خیر.
بیننده بعدی گفتن دختری هست که حجاب دارد و ستر میکنند اما مادرش به این کار راضی نیست، چه کار باید کنم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه برای ما یک معیاری رو مشخص کردند و فرمودند که لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق. هیچ انسانی اجازه ندارد که به بهای اطاعت از یک مخلوقی با خالق در واقع مخالفت بکند و نافرمانی بکند. شما به هیچ عنوان اجازه ندارید که با مخالفت بکنید با دستور الله متعال. آن کسی که دستور به حجاب داده الله متعال هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. به خاطر یک فرد دیگر انسان نباید که حجاب را یعنی بردارد به خاطر اینکه پدر راضی نیست، مادر راضی نیست، قوم و قبیله راضی نیست. این بهانه نیست برای ترک حجاب. انسان باید حکم الله متعال را در اولویت قرار بدهد و هر کسی که بخواد الله را راضی بکند ولو اینکه مردم ناراض بشوند، مطمئن باشید که الله متعال هم یک روزی مردم را از شما هم راضی خواهد کرد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون در مورد محرمیت بود. گفتن که آیا برادر شوهر انسان محرم همسر انسان می شود یا نه؟ همچنین داماد انسان یا شوهر خواهر آیا محرم زن انسان می شود یا نه؟ نه، برادر شوهر یعنی محرم نیست، برادر شوهر محرم نیست و همچنین داماد شما برای خانم شما محرم نیستند. از نظر شرعی هیچ گونه تفاوتی با یک فرد بیگانه رو ندارند. یعنی برادر شوهر یا داماد شوهر هیچ گونه محرمیتی رو ندارند و کاملا بیگانه هستند و حکمشون با بقیه افراد بیگانه کاملا یکی هست و به هیچ عنوان جایز نیست که زن در مقابل چنین افرادی حجاب خودش رو بردارد، بلکه در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه تاکید بیشتری رو فرمودند و فرمودند که الحم و الموت، خویشاوندان شوهر یعنی مرگند، یعنی احتمال فساد بیشتر هست و چون که در واقع شاید مواردی باشه که در یک جا زندگی بکنند، رفت و آمد باشه، چه بسا که زمینه فساد بیشتر باشه. پس بنابراین در این زمین انسان باید بیشتر این موارد رو مراعات بکند و از نظر شرعی عرض کردم که کاملا نامحرم هستند و حکمشون با بقیه افراد نامحرم یکی هست، یعنی نشستن با اونها و خلوت با اونها و این که کشف حجاب در مقابل اونها از نظر شرعی جایز نیست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که طبق مذهب احناف یا حنفی خواندن سوره فاتحه در نمازهای خفیه چه حکمی دارد؟ در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گرچه که قول مشهور در این زمینه این است که مقتدی در واقع فاتحه رو نمیخواند پشت سر امام، قول مشهور و قول اکثریت علمای احناف در این زمینه این است، اما باز هم بسیاری از علمای احناف در واقع برخلاف این نظر هستند، مانند امام محمد رحمت الله علیه که شاگرد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بودند، شاه ولی الله دهلوی رحمت الله علیه، علامه لکنوی رحمت الله علیه، بسیاری دیگر از علمای احناف که حنفی بودند نظرشون برخلاف جمهور احناف هست. در این زمینه انسان باید وقتی که مطمئن شد که یک مسئله حکم شرعی صحیح هست، حدیث صحیح در این زمینه وجود دارد از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر شما بخواید بر حدیث عمل بکنید هیچ گونه تضادی با مذهب ندارد. عرض کردم که تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت، حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی، اصل اولشون قرآن هست و بعد از آن احادیث هستند و در میان احادیث اولین درجه رو حدیث صحیح دارد. اگر برای ابو حنیفه رحمت الله علیه حدیث قرائت خلف الامام ثابت میشد که این صحیح هست، قطعا اینو در واقع ترک نمیکرد. الان برای شما ثابت شده در سنن اومده، در صحیح بخاری اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو دستور دادند که با فرمودند که لا صلات لمن لم یقرأ بفاتحه الکتاب، کسی که در نماز فاتحه الکتاب رو نخوند در واقع نمازش درست نیست. یا در روایت دیگر هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردند که آیا شما پشت سر من قرائت میخونید؟ در نماز صبح بود، گفتند که بله میخونیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تفعلوا الا بفاتحه الکتاب فانه لا صلاه لمن لم یقرأ بها، که این صراحت داره که پشت سر امام در نماز جهری بعضی فاتحه رو میخوندند، رسول الله صلی الله علیه و سلم قرائت میخوندند، فرمودند که شما قرائت نخونید و به خواندن فاتحه در واقع اکتفا بکنید. این احادیث صحیح و صریح هستند از رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر شما بر این عمل بکنید خلاف مذهبی رو انجام ندادید و مذهب شما مذهب عالم شما هست.
مذهب شما مذهب اون عالمی هست که شما به اون اعتماد دارید. اگر شما به یک عالم اعتماد دارید که مطمئنا در علمش، در تقوا و پرهیزگاریش اعتماد کاملی رو دارید، هر چیزی رو که از اون سوال کردید بر مبنای یک حکم شرعی و یک دلیلی به شما جواب داد، از نظر شرعی شما بریء الذمه هستید. شما میتونید بر فتوای اون عالمی که به اون اعتماد دارید بر اون عمل بکنید، هیچ گونه اشکال شرعی وجود ندارد. و در صورتی که حدیث صحیح ثابت شده باشد، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم میفرمایند که حدیث صحیح مذهب من هست. و حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حتی حدیث ضعیف را هم بر قیاس در واقع مقدم می‌دارند. یعنی این دلیل بر اهمیت به حدیث در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست. من گونه که عرض کردم بسیار از علمای احناف مانند امام محمد رحمت الله علیه شاگرد امام ابو حنیفه، علامه دهلوی رحمت الله علیه و لکنوی، تمام این بزرگواران نظرش این است که پشت سر امام شما می توانید که سوره فاتحه را بخوانید. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن من همیشه این ذکر رو میکنم، آیا درست است یا نه؟ سبحان الله و بحمدی و الحمدلله و لا اله الا الله الله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بله، تمام این اذکار از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هستند. سبحان الله و بحمده که این جزء برترین اذکار هست. افضل الذکر سبحان الله و الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر هستند. سبحان الله و بحمدی سبحان الله العظیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که دو تا کلمه خفیف هستند و بر زبان خیلی ساده هستند، در میزان خیلی سنگین هستند. سبحان الله و بحمدی سبحان الله العظیم. آخرین روایت صحیح بخاری هست و همچنین الله اکبر لا اله الا الله که افضل الذکر لا اله الا الله اومده، یا خیر ما قلت انا والنبیون من بعدی لا اله الا الله وحده لا شریک له اومده، یا در مورد لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اومده که این کنز من کنوز الجنه، یکی از خزانه ها و گنجینه های بهشت است. تمام این اذکاری که شما میخونید جز اذکار صحیح و ثابت از رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. تشکر میکنم شما. سال بعدی بیننده گفتن که اگر شخصی هست که کارهای نیک انجام میدن، کار خوب میکنن اما نماز نمیخونن، این چه حکمی داره؟ کاش که ایشون هیچ کار خیری رو انجام نمیداد، منتها نماز میخوند و معیار اصلی نماز هست. یعنی اکیدترین مؤکدترین حکم شرعی و بالاترین فریضه الهی که برای انسان‌های مسلمان هست بعد از توحید همین جایگاه نماز هست. و حتی بسیار از علما و صحابه تارک نماز رو در واقع کافر میدونند. انسان باید سعی بکند که حقوق الله متعال رو در واقع انجام بدهد و عملی بکند. این که کار خیری انجام میدهد، به انسان‌های در واقع نیکی میکند، احسان میکند، صدقه میکند، این در درجه بعدی هست. انسان در درجه اول باید پایبند نماز باشد و بعد از آن نیکی رو در واقع انجام بدهد. در روز قیامت اولین پرسشی که از انسان میشود از حقوق الله متعال در مورد نماز هست. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن که بعد از نماز دعا کردن آیا جایز است یا نه، و گفتن که خیلی وقتا هست که به تنهایی نماز میخواند و بعد افرادی را جمع میکند، طلب میکند کسانی را و دعای دست جمعی میکند. آیا این درست است یا نه؟ دعا بعد از نماز جایز هست، یعنی به صورت یک امر، به صورت یک کلی که در این زمینه اومده، دعا در هر وقت جایز هست، من جمله بعد از نمازها. یعنی هیچ ممنوعیتی در این زمینه نیامده. فقط چیزی که بنده عرض کردم این است که دعای دست جمعی از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست و لازم گرفتن این هیئت دعا، جمع شدن بر این گونه دعای از نظر شرعی جایز نیست و خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. هر کسی یک کاری رو انجام بده که ما انجام ندادیم، بر خلاف دستور و سنت ما هست، اون در واقع مردود هست و قابل قبول نیست. این دعای دست جمعی قابل قبول نیست، مردود هست، زیرا که رسول الله صلی الله علیه وسلم چون این دعایی رو انجام ندادن. اما اگر شما بخواهید که به تنهایی دعا بکنید به صورت انفرادی، هیچ گونه ممانعتی وجود ندارد و کار خلافی رو انجام ندادید. کار خلاف در این زمینه دعای دست جمعی هست، جمع شدن و دعا کردن بعد از نماز، و خصوصا این را جزء آداب نمازی، جزء لوازم و احکام نماز دانستن، این در واقع این عمل را جزء و در دایره بدعت داخل میکنه. جزاکم الله خیر. بنده بعدی گفتن که اهل منطقه گلستان بودن، گفتن که پدرشان 4 ماه است که فوت کرده
و هنوز گریه میکنن، اما علما یا آخوندهاشون میگویند که گریه نکن. کار جواب گریه متفاوت است که گریه تعبیرشون از گریه چی هست. اگر ایشون نوحه سرایی میکنند، مجلس ختمی رو گرفتن، یک فردی رو آوردند که نوحه میخونند و مردم رو به زور به گریه وامی دارن، قطعا این حرام است و جایز نیست. در روایتی هست رسول الله صلی الله علیه وسلم تفاوت میان گریه جایز و گریه ناجایز رو مشخص فرمودند. ایشون میفرماد که ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. الله متعال انسان رو مجازات نمی کند، عذاب نمی کند به خاطر اشک چشم یا در واقع غمی که در قلب انسان می نشیند یا بغض می کند. این رو الله متعال از شما مؤاخذه نمی کند. و گریه‌ای که ناخواسته هست و بدون اختیار هست و اشکی که شما میریزید، الله متعال شما رو در واقع مؤاخذه نمی کند. فرمودند ولکن یعذب بهذا او یرحم و اشار الی لسانه. فرمودند ولکن یعذب بهذا، با این، یعنی اشاره کردن به زبان خودشون، گفتن با این الله متعال انسان رو مؤاخذه می کند. یعنی حرفی رو که انسان در این زمینه میزند و نوحه‌ای رو که خوانده می شود و گریه‌ای رو که در واقع اجباری هست و به زور هست، این چیز مواردی هست که بدعت هست و حرام هست و نوحه خواندن حرام هست. و همچنین در واقع گریه‌ای که دلیل بر نارضایتی از تقدیر الله متعال باشه، همراه با کفرگویی باشه، این مواردی هست که از نظر شرعی حرام هست. اما این که ناخودآگاه اشک شما جاری می شود، یادتون میاد، قلبتون درد میگیرد، ناخودآگاه گریه میکنید بدون اختیار، این رو الله متعال از شما سوال نمی کند و این رو مؤاخذه نمی کنند. اما نوحه خواندن همان گونه قبلا عرض کردم از نظر شرعی حرام و ناجایز است. جزاکم الله خیر. بیان بعدی گفتن که چون که میگویند تنباکو حکمش این است که حرام هست، آیا تنباکو طهارت رو هم میشکند یا نه؟ تنباکو در که حرام هست و جز خبایث هست، سیگار و تنباکو به صورت کلی و بقیه مواد مخدر و نشه کننده، اما شکننده وضو نیست، شکننده وضو و طهارت نیست و نماز بعد از آن درست است. منتها در این زمینه مطلب دیگری هم وجود دارد که رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد پیاز فرمودند که من اکل من هذه الشجره المنتنه فلا یقربن مسجدنا. هر کسی که از این درخت خوردی، از این گیاه خوردی، یعنی پیاز خوردی یا سیر خورد، نزدیک مسجد ما نیاید. فإن الملائکه تتأذى مما يتأذى منه بنی آدم، زیرا که فرشتگان اذیت و آزار میبینند از بوی بد همان گونه که انسانها اذیت و آزار میبینند. این بوی بدی رو که داره سیگار و تنباکو، اینو باید انسان کنترل بکنه. بعد از اینکه سیگاری رو مصرف کرده وارد مسجد نشود. دقیقاً مانند کسی که پیاز خورده اجازه ندارد که به مسجد برود. اما این که به عنوان یک حکم شکننده وضو باشد، چون چیزی ثابت نیست، شکننده وضو نیست. اما قبل از نماز انسان نباید که چنین مواردی رو در واقع مصرف بکند و به صورت یک حکم اصلی حرام هستند، به هیچ عنوان نباید مصرف بکند. اما بالفرض اگر مصرف کرد سعی بکند که در این وقت در واقع وارد مسجد نشود که با این بوی بدش در واقع مردم را و فرشتگان رو اذیت و آزار برساند. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی قبلا هم سوال کردن، گفتن که در منزل نماز میخوانن و اوقات و جدول اذان و اقامه را دارن و 15 دقیقه بعد از اون جدول اذان که نوشته شده، بعد از اون در خونه اذان میگه و نماز میخواند. آیا جایز است؟ من اشکالی نداره، به طور اینکه مثال بعد از دخول وقت چند دقیقه، 10 دقیقه، ربع ساعتی، نیم ساعتی اگر اذان بگن هیچ گونه اشکال شرعی نداره. لازم نیست که حتما اذان باید در ابتدای وقت باشه و 100% دقیقاً وقتی که وقت داخل شد این در واقع اذان گفته بشه. مهم این که در داخل وقت باشه و بعد از گذشت ربع ساعت و نیم ساعت اگر شما اذان دادید برای وقت برای نماز، هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی رو نداره و جایز هست. جزاکم الله خیر. ترشحی که از بدن زن بیرون می آید آیا باعث بطلان وضو می شود؟ بله، ترشحات زنانه و عفونت زنانه از نظر شرعی حکمش این است که پاک هست، نجس نیست، اما شکننده وضو هست. اگر که از بدن زن خارج بشود وضو شکسته و باید دوباره وضو بگیرد.
و در صورتی که مداوم باشد، یعنی قطع نشده باشد و استمرار داشته باشد، حکمش مانند حکم کسی هست که نمیتواند وضوء خودش را نگه بدارد. یعنی این که اگر کسی ترشحش و عفونتش دائمی هست و همیشه نمیتواند اون رو کنترل بکند یا قابل کنترل نیست، حکمش این است که برای هر نماز جداگانه وضوء بگیرد و وقتی که نماز رو شروع کرد بالفرض این اگر احساس بکند بازم ترشحی عفونتی خارج شده، نماز خودش رو نشکند، نماز رو کامل بکند. اما اگر به صورت متقطع هست، پاره وقت هست، حکمش این است که وضوء بگیرد و بعد از آن برود نماز بخواند. عفونت‌های زنانه و ترشحات زنانه شکننده وضوء هستند. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی چیزی رو حرفی رو شنیدن که گفتن که اگر تا 7 روز عید قربان اگر کسی چیزی را بکشد، حتی اگر مورچه‌ای باشد، قربانی حساب می‌آید. درسته؟ نه، چون این چیزی یک افسانه هست و قربانی نیست. قربانی کردن فقط حیوانات مشخصی هستند که انسان باید قربانی بکند و این که چیزی رو در این 7 روز چیزی رو یعنی نباید بکشی و اگر کشتی قربانی هست، چون این چیزی صحت نداره و بنده هم اولین بار هست که این حرف رو میشنم. درست. بیننده بعدی سوالشون در مورد یک یعنی سوالی داشتن در مورد اینکه پیامبر فرمودن که امت من به 73 فرقه میشود و یا 72 فرقه و یک فرقه از آنها وارد بهشت میشود، همه آنها در نار هستند و گفتن با این حدیثی که گفته کسی که کلمه لا اله الا الله رو بگوید وارد بهشت میشود، کدام ترجیح داده میشود؟ در مورد روایت 72 فرقه یا 73 فرقه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که ملت‌های قبلی 73 فرقه شدند، یهود و نصارا، و امت من هم 72 فرقه میشوند و در روایت اومده که کلها فی النار و واحدة فی الجنه. روایت سنن ترمذی هست. منتها در مورد این روایت هم در لفظش و هم در سندش اشکالات متعددی وجود دارد و این روایت در صحیحین نیومده. یعنی در صحیح بخاری و در صحیح مسلم در واقع ذکر نشده. منتها ترمذی این رو آورده و همچنین حاکم و برخی دیگر از علما گفتند که صحیح است. ترمذی و حاکم گفتند که این روایت صحیح است. منتها این جمله‌ای که در این روایت اومده که کلها فی النار، این جمله‌ای که کلها فی النار اومده، اینو امام شوکانی رحمت الله علیه میگه که لا تصح مرفوعه ولا موقوفه. این جمله جز حدیث نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که امت من به 72 فرقه در واقع تقسیم میشوند، اما این جمله که کلها فی النار، امام شوکانی رحمت الله علیه ترجیح دادند که این اساسا جزء حدیث شمرده نمیشوند. این در مورد حتی کسانی هست که این حدیث رو صحیح میدونند و بسیاری از علما مانند علامه ابن حزم رحمت الله علیه معتقد هستند که این حدیث به صورت کلی صحت ندارد. علامه ابن حزم رحمت الله علیه حدیث 72 فرقه رو به صورت کلی صحیح نمیدوند و حتی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در این زمینه یک جمله خیلی زیبایی رو دارند. با وجود این که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه معتقد به صحت حدیث هست، باز هم میگوید که اگر کسی این 72 فرقه رو یا این 71 فرقه رو تکفیر بکند، کار خلاف شرعی رو انجام داده. یعنی این که به یک صورتی در واقع معتقد به این نیست که تمام این فرقه ها در واقع جهنمی باشند و همون روایت دیگری که روایت متعددی که در این زمین اومده و بسیار زیاد هستند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه. هر کسی که لا اله الا الله را بگوید خالصانه از ته قلب بگوید، اون وارد بهشت می شود. این اولاتر هست. این یک مبنا و یک اصل است. هر کسی که یک بدعت رو داشته باشد، انحرافی رو از لا اله الا الله را داشته باشد، به اندازه همون بدعتی که انجام داده، به اندازه همون گناهی که در واقع انجام داده مجازات می شود. اما هیچ مسلمانی خالداً مخلداً در آتش جهنم نیست. حتی انسان‌های مسلمانی که بدعتی رو انجام دادند، کار گناهی رو انجام دادند، به خاطر لا اله الا الله نهایتاً الله تعالی اونها رو از جهنم در واقع نجات می‌دهد. اما در مورد حدیث هم عرض کردم که علامه ابن حزم رحمت الله علیه این اصول کلا صحیح نمیدوند. امام شوکانی رحمت الله علیه جمله کلها فی النار رو فرمودند که این نه از اقوال صحابه ثابت هست و نه از اقوال صحابه که لا تصح مرفوعه ولا موقوفه. معنیش این است که نه از قول صحابه ثابت هست و نه از قول رسول الله صلی الله علیه وسلم. و معیار اصلی که در این زمینه اهل سنت دارند این است که کلمه گویان لا اله الا الله ولو اینکه گناهکار باشند، نهایتا الله تعالی اونها را میبخشد و وارد بهشت میشوند و هیچ مسلمانی جاویدانه در آتش جهنم
جهنم نمیماند. جزاکم الله خیر. 3 تا سوال مونده با 2 دقیقه وقت. بیننده به اولی گفتن که در شهری هستن که مسجد شیعه و اصلا مسجد سنی نیست و میخوان نماز جمعه بخونن، آیا اجازه دارن پشت سر امام شیعه نماز جمعه بخونن؟ پشت سر امام شیعه خواندن نماز جایز نیست، ولو اینکه اهل سنت جماعتی رو نداشته باشن و در چنین صورت نماز جمعه بر شما فرض نیست. شما به جای نماز جمعه 4 رکعت نماز ظهر را بخونید. برای کسی که در شهری که جمعه برگزار نمی شود یا اهل سنت جمعه ای رو ندارند، در اونجا بر شما نماز جمعه فرض نیست و به جای نماز جمعه همان نماز ظهر رو بخونید. درست. بیننده بعدی گفتن که بعد از اذان اهل تشیع در شهری که هستن گفتن بعد از آن نماز میخوانن، درسته یا نه؟ معمولا اذان شیعه سر وقت هست، نماز فجرشون یعنی اذان فجر و اذان ظهر اینا سر وقت هستن. نماز مغربشون رو تأخیر، این اذان مغرب خیلی تأخیر هست. بعد از این یعنی شما سعی بکنید در اول وقت این بعد از غروب نماز بخونید، اما در وقت فجر یا در وقت ظهر دقیقاً وقتشون همون وقتی هست که اهل سنت و الجماعت اذان میگن. وقت عصر که اذانی رو ندارند و وقت عشا هم که اذانی رو ندارند و وقت مغرب هم اذانی رو که میدن تقریبا حدود ربع ساعت تا 20 دقیقه تأخیر دارد و قبل از این اهل سنت و الجماعت باید نماز بخونند. و آخرین سوالم بیننده گفتن که خودشون تنهایی نماز میخونن، آیا برای هر نمازی اذان و تکبیر یا همون اقامه بگوین یا نه؟ جایز هست، میتونند که اذان بگند یا اقامه بگند، اما اگر اقامه هم نگفتند نماز رو شروع کردن بدون اذان یا اقامه هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی وجود نداره و نمازشون درست است. درست. جزاکم الله خیر، خسته نباشین. از بینندگان عزیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودند و در اینجا پایان برنامه رسیدیم. ما را از دعای خیر فراموش نکنین. تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالي